بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران در یکی دیگر از برنامه‌های امامان وهابی شیعه. در خدمت شما خوبان و سروران هستیم با بررسی موضوعی دیگر از موضوعات مرتبط به برنامه امامان وهابی شیعه. عزیزانی که بیننده برنامه امامان وهابی شیعه بودند می‌دانند که ما بیش از یک سال گذشته، بیش از یک سال از حدود یک سال و یک ماه است که این برنامه آغاز شده و هدف اصلی این برنامه بررسی این ادعاست که آیا آنچه ادعی از روحانیون شیعه، بلکه اکثریت روحانی شیعه به نام وهابیت و عقیده وهابیت مطرح میکنن و هر کسی رو که خوششون نیومد او رو متهم میکنن به این اعتقاد و باور و او رو برچسب وهابیت میزنن، آیا این اعتقادی که اونها این گونه به تصویر کشیدن که این اعتقاد و این باور یا این فکر و مذهب به تعبیر خودشان یک پدیده نوظهور است و یک اعتقاد مخالف با اعتقاد تمامی امامان بزرگوار اهل سنت و همچنین امامان بزرگوار اهل بیت، آیا واقعا این ادعای صادقانه است؟ ما برای اینکه واقعیت بیشتر روشن بشه حدود 400 روز است حدوداً که نامه‌ای نوشتیم برای آیت عظام و مراجع مطرح معاصر شیعه که در این باب قلم برداشتن و صفحاتی رو سیاه کردن و به قول خودشان به نقد وهابیت پرداختن. آیت الله العظمی مکارم شیرازی و جناب آیت الله العظمی جعفر سبحانی و همچنین جناب آیت الله نجم الدین طبسی ستن از شخصیت‌های معاصر و مطرح شیعه که در باب به قول خودشان وهابیت نقدها داشتن و کتاب‌ها نوشتن و سعی کردن به نیت خودشان تا مسلمانان را از فتنه وهابیت نجات بدن و بیم بدن و بترسانن که مبادا مسلمانان فریب بخورن و این فتنه رو دچار بشن. و ما در این نامه ها که به صورت مکتوب هم برای دفاتر این حضرات فرستاده شده بود از اونها خواستیم تا این ادعای خودشون رو در میدان علمی ثابت بکنن و از مهمترین کتاب عقیدتی شیخ محمد ابن عبدالوهاب، کتاب التوحید، 3 عنوان باب رو انتخاب بکنن و برای ما مخالف اون رو از قول صحیح، صریح و بی‌معارض امامان بزرگوار اهل بیت علیهم السلام ثابت بکنن که این اعتقاد و باور شیخ محمد ابن عبدالوهاب با این روایت صحیح و بی‌معارض فلان امام بزرگوار اهل بیت علیهم السلام اختلاف دارد و تناقض دارد تا ثابت بشه که آیا واقعا آنچه به اسم وهابیت امروز مطرح میشه یک عقیده جدید است مخالف با عقیده اهل سنت و همچنین امامان بزرگوار اهل بیت علیهم السلام و یا نه یک جنگ زرگری است و یک دروغی است که ادعی برای اینکه بین صفوف امت اسلامی تفرقه بیاندازن و برای اینکه به تحت مبارزه و تحت عنوان مبارزه با این عقیده باطل بیان و هر کسی رو که از اهل سنت و جماعت دوست ندارن متهم بکنن و تخریب بکنن و بتونن که برای خودشون جبهه‌ای ایجاد بکنن در میان صفوف اهل سنت. در بیش از یک سال گذشته ما منتظر پاسخ این نامه ماندیم و شاید صدها مرتبه ما این نامه رو قرائت شده در تلویزیون شبکه جهانی وصال حق پخش کردیم و هنوز هم ما پاسخی دریافت نکردیم و فکر نمی کنم هم ما به روز راحتی در سالهای پیش رو هم اگر این مسیر رو ادامه بدیم باذن الله تعالی این پاسخ رو دریافت بکنیم، چون حقیقتا پاسخی وجود نداره و این برنامه هم در برنامه‌های گذشته و این برنامه و برنامه‌های پیش رو تلاش داشته تا ثابت بکنه چرا اینها پاسخ نمیدهند. بعد از اینکه اونها از پاسخ به نامه ما در حدود 400 روز گذشته عاجز ماندن، ما به بررسی کتاب‌های اونها پرداختیم و حتی به کتاب‌های اونها سر زدیم و بررسی کردیم. علاوه بر این که در کنار این بررسی ما کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رو از ابتدای برنامه امامان وهابی شیعه باب به باب داریم بررسی می‌کنیم و پیش می‌ریم. در ابتدا باب‌هایی
مختار و انتخاب شده و بعد از اون از ابتدای کتاب آغاز کردیم و تا اینجا ما پیش آمدیم و حدود 20 باب، بیش از 20 باب رو ما بررسی کردیم و در برنامه امروز هم باب دیگری از این کتاب رو به همراه شما عزیزان ورق خواهیم زد تا ببینیم که آیا آنچه در این باب جدید از این کتاب، یعنی کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه مطرح شده، آیا این اعتقاد و باور و این گفتار تفاوت دارد و تناقض دارد با اعتقاد امامان بزرگوار اهل سنت و امامان بزرگوار اهل بیت علیهم السلام که همه از یک مصدر و یک سرچشمه هستند و همه پیروان حقیقی کتاب الله متعال و سنت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم. در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم بود در برنامه امروز هم به مانند برنامه‌های گذشته و موضوع جدیدی که برای ما و شما بینندگان عزیز در نظر گرفتند. در آغاز بنده به نیابت از شما عزیزان و از طرف خودم خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان عرض سلام دارم و ادب و احترام و حضورشون رو در این برنامه خوش آمد میگم. خوش آمدید حضرت. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز خواهم بود با موضوع دیگر و باب دیگر از ابواب کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه. خدمت از ماست حضرت مولانا. در این برنامه برای ما و بینندگان عزیز کدوم باب از این کتاب رو در نظر گرفتید و با چه عنوانی؟ الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در برنامه گذشته همان گونه که شما و بینندگان عزیز و ارجمند در جریان هستید و اطلاع دارید، باب 22 کتاب توحید را مورد بررسی قرار دادیم. باب ما جاء ان بعض هذه الامه تعبد الاوثان، که برخی از افراد این امت مرتد می شوند و به بت پرستی باز می گردند و آیاتی که در این زمینه شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه آورده بود و از عملکرد یهود و نصارا و روایاتی رو که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده که شما امت من هم حتی در جزئیات هم پیروی میکنند از یهود و نصارا، در آینده چنین اتفاقی خواهد افتاد. پس بنابراین یکی از مشابهت هایی که در میان امت اسلامی به وجود خواهد آمد یا به وجود آمده با یهود و نصارا که دارند، همین بحث عبادت اوثان یا بحث عبادت غیر الله به انواع عبادت هست که این عبادتی باشه که به خاطر تقرب باشه یا در بحث اطاعت و فرمانبرداری کورکورانه باشه یا موارد دیگر. در باب بعدی شیخ محمد ابن عبدالوهاب که باب 23 هست، باب ما جاء فی السحر، یکی از گزینه ها و زیر مجموعه های شرک و کفر را مطرح کردند. در باب قبلی گفتند که برخی از افراد این امت دچار شرک می شوند، عبادت غیر الله و عبادت بت ها رو انجام می دهند. در باب بعدی یک نوع از انواع عبادتی که برای غیر الله انجام می گیرد، این عبادت رو در اینجا مطرح کرده. زیرا که انجام سحر توسط ساحر در صورتی ممکن پذیر هست، البته برخی از انواع سحر که در صورتی امکان پذیر هست که ساحر غیر الله را بپرستد، یعنی از توحید خارج بشود و شیاطین رو بپرستد، تقرب بجوید به شیاطین با اعمالی که خلاف شرع هست، اعمال شرک آمیز. پس بنابراین با این مناسبت که یعنی سحر هم یک از زیر مجموعه عبادت غیر الله هست، عبادت اوثان هست، عبادت جنها و طواغیت هست، شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه باب بعدی رو عنوانش رو آوردن باب ما جاء فی السحر، و خصوصا این که بسیاری از انواع سحر هم خود همون شرک هست، به معنی شرک هست، به معنی کفر هست و به معنی ارتداد هست. پس بنابراین این مناسبتی هست که در میان این دوتا باب و به اصطلاح یک همخوانی که با هم دیگر دارند، این دوتا باب را شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در کنار هم ذکر فرمودند. شاید این سوال در ذهن بینندگان عزیز مثلا خطور میکرد که سحر چه ارتباطی با توحید داره که در کتاب التوحید یک بابی به عنوان باب سحر یا انواع سحر رو شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله
بله ذکر بکنیم. از آنجایی که مفهوم توحید یک مفهوم کلی و گسترده هست و تمام انواعی که خارج از توحید هستند، یعنی کارهایی که توحید را تحت شعاع قرار میدهند و انسان را به شرک میرسانند، در واقع مناسبت دارند با کتاب و توحید و باید در این زمینه ذکر بشوند. همون مثلا مشهور که میگن که تعرف الاشیاء باضدادها، یعنی یک چیزی با ضدش شناخته میشه، تا ضدش رو نشناسیم خودش رو درک نمیکنه. قطعا این گونه هست. ما باید انواع شرور رو، انواع بدی ها رو یعنی بشناسیم، انواع شرک رو بشناسیم تا اینکه توحیدمون یک توحید کاملی باشه. به این جزئیاتی که جز مفهوم شرک و کفر هستند به هیچ عنوان مبتلا نشیم. و غیر از این یک نقطه دیگری هم در اینجا قابل اهمیت هست که دعوت شیخ محمد ابن عبدالوهاب و این نهضت بیداری توحیدی که در جزیره العرب توسط ایشون دوباره احیا شد، یکی از مواردی که ایشون مبارزه میکردند با همین انسانهای دجال و ساحر و عراف و غیر جادوگر بوده که این هم یکی از اصلاحاتی بوده که در این زمینه در سرزمین عربستان الحمدلله به وجود اومده، به گونه‌ای که شما در عربستان امروزه از سحر و ساحری نمیتونید سراغی رو پیدا بکنید، مگر اینکه مخفیانه کسی مخفیانه باشه که یعنی که اطلاع نداشته باشه، وگرنه این گونه که مشهور باشه که فلانی ساحر هست و سحر بکنه یا کسی علیهش گزارش بده که فلانی سحر کرده. حتی در کشورهای خلیج هم فکر نمی کنم که یعنی کسی مشهور باشه و علنی باشه. پس بنابراین مؤسسه‌ای هم برای مبارزه با سحر تحت هیئت مکافحت السحر دارن، فکر کنم تحت اشراف هیئت امر معروف و نهی از منکر است. پس بنابراین این مناسبتی هست که با توحید داره، یعنی موحدان مخالف با سحر هستند، مخالف با بدعات و خرافات هستند، مخالف با اعمالی هستند که در توحید انسان در واقع خللی وارد میکنه. و قضیه سحر رو از دو جنبه خلل داره برای یعنی توحید و تضاد داره با توحید. یک جنبه خود اون کسی که ساحر هست، خود اون کسی که سحر را انجام میدهد در واقع با عبادت غیر الله، عبادت جنها، استمداد و استغاثه از جنها احیانا کاری رو انجام میده و چه بسا که مجبور بشه. و قطعا ما میدونیم که جنها و شیاطین کاری رو رایگان برای انسان انجام نمیدن برای مسلمان، بلکه یک عوضی رو میخوان در مقابل یک کاری، باید اون یک خدمتی رو اگر انجام بدن. و جن و شیاطین معمولا میخوان انسان رو به کفر و شرک برسانن، بالاترین هدفشون این هست. این یک جنبه هست. پس بنابراین اون کسی که مرتکب شرک می شود از توحید دور هست و چه بسا که عملا هم غیر الله متعال را عبادت بکند و خود برخی از انواع سحر هم کفر و شرک هستند، به معنی ارتداد هستند و به معنی شرک شمرده میشن. این یک جنبه. و جنبه دیگر از اون کسانی که خودشون به ساحران مراجعه می کنند، این هم نشانه این است که توحید در قلوب این افراد هنوز جای نگرفته. وقتی که یک انسانی بداند که مثلا عمل سحر شرک هست، چگونه می رود پیش یک کسی که شرکی را برای اون انجام بدهد؟ چگونه یک فرد مسلمان و موحد کامل به سحر روی می آورد؟ یا این که ایمان و باورش به ساحر هست بیشتر از اون چیزی که به الله متعال باشه. پس بنابراین از جنبه های متعدد وقتی که ما نگاه میکنیم، بحث سحر در واقع یکی از زیر مجموعه های شرک هست که تضاد داره با توحید. و برای فهم درست توحید ما نیازمند این هستیم که خود سحر را و انواع سحر را هم خدمت بینندگان عزیز معرفی بکنیم. و بدین خاطر شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه چند تا از ابواب این کتاب را به عنوان سحر و انواع سحر را عنوان گذاشته و مطرح کرده. این بحث بسیار مهمی هم از حضرت مولانا که متاسفانه خیلی شیوع هم داره. در خیلی از مناطق مسلم ما می‌بینیم که مراجعه به ساحرین و جادوگران و یا فالبین ها و آنچه که تحت زیر مجموعه این موارد قرار میگیره به مانند سر کتاب نمیدونم باز کردن یا پیش کسی میرن که برای ما قفلی میبندن و یا نمیدونم نخی میبندن و یا کله خروسی بهشون میدن. از این موارد برای خیلی از کسانی که مشکلاتی دارن و فکر میکنن فلانی که نمیدونم که جادوگر هست یا ساحر هست یا بعضی ها به اسم تعویض نویس هست و این موارد میتونه مشکلی رو حل بکنه، میتونه به داد ما برسه، میتونه که گم شده ای رو پیدا بکنه و خرافات در این باب خیلی طولانی هست. مثلا این به خاطر این قضیه به وجود آمده که متاسفانه قضیه سحر رو یعنی زیاد بهش نپرداختند، یعنی ساده گرفتند یا یعنی معمولا مردم ما و حتی علما به صلاح ظاهری به اصطلاح ساحر
سحر یا اون کسی که به اصطلاح سحر رو انجام میده خوشگمان بودند، حسن ظنی داشتند یا موارد دیگر، اینو زیاد یعنی شاید اهمیت نداده باشند و در صورتی که بسیاری از مواردی که به نام تعویض هست و به نام دعا هست در واقع خود سحر هستند و استمداد از غیر الله هست و کفر و شرک هستند و بسیاری از اعمالی که همین افراد و تحت استفاده از دعاهای قرآنی به قول خودشون دعای قرآنی میدهند یا فرد خودش رو یک عالم و به اصطلاح اهل دین جا زده، متاسفانه اعمالی که انجام میدهد به تصریح آیات و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم این اعمال شرک آمیزی هستند. پس بنابراین افراد و حتی یعنی خود اون کسانی که این کارها رو انجام میدهند باید به این واقعیت این قضایا پی ببرند، حقیقت براشون واضح و آشکار بشه تا اینکه انشاءالله هم توحید به اصطلاح این افراد کامل بشه و هم مراجعانشان هم در واقع توحید رو به صورت کامل بفهمند و متوجه بشوند که رفتن پیش کاهن و ساحر و فالبین و غیبگو و حتی دعا نویس اینها با اصل توحید در تضاد هست. هر یک قسمتی و هر موضوعی تضادی داره و تضادش در یک سطح نیست، درجات متفاوتی رو داره. منتها همه اینها در اصل سحر و در این به اصطلاح خلاف بودنش، متضاد بودنش با بحث توحید همه مشترک هستند و همه این موارد رو ما باید معرفی بکنیم و بشناسیم و از آن پرهیز بکنیم. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه همان گونه که در ابواب گذشته این مطرح می کنند، ابتدا در هر بابی آیه از آیات قرآن کریم را استدلال می کنند و یکی از مواردی که تاکنون آقایون نتونستند که این کتاب رو ردیه بنویسند یا جواب نامه ما رو بدن این است که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه به قول خود آقایون چیزی از خودش نگفتند. یعنی هر چیزی رو گفتند از قرآن گفتند و از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند و قرآن و احادیث پیامبر قابل رد نیست. وقتی که دلیل مستقیم از قرآن باشه یا از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه، صحیح و صریح باشه، دیگه فکر نمی کنم هیچ انسان عاقلی بتونه اینو ردش بکنه. رد کردنش هم کفر هست و بالفرض هم که رد بکنند خود این رد کردنش پیام اصلی رو به مردم میرسونه که شما چه مسلمانی هستید که در مقابل آیات قرآن ایستادید، در مقابل احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه وسلم ایستادید. در این باب ایشون هم دو تا آیه رو ذکر کردن از آیاتی که در مورد سحر هستن. آیه اول سوره بقره هست، آیه 102 و خود باب قبل از اون باب 23 هست، باب ما جاء فی السحر. این باب یعنی مطالبی یا روایاتی که در مورد سحر اومده و اولین آیه 102 سوره بقره هست و لقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق. بخشی از آیه هست که در مورد داستان به اصطلاح حضرت سلیمان علیه السلام و فرشتگانی که الله متعال برای هاروت و ماروت که برای یعنی آزمایش و ابتلا الله متعال اونها رو به اصطلاح نازل کرده بود بر زمین و نهایتا از این جمله‌ای که الله متعال میفرماید ولقد علموا، خود اون کسانی که سحر را یاد میگرفتن یا خود اون جادوگران و ساحران به این مطلب در واقع آشنایی داشتن. لمن اشتراه، آن کسی که سحر را فرا میگیرد، هر کسی که سحر را فرا میگیرد و یاد میگیرد، ما له فی الاخره من خلاق، اینها در روز قیامت هیچ بهره ای رو ندارند. یعنی از اعمال صالحشون، از ثواب اخروی و پاداش اخروی هیچ چیزی رو ندارن و به این معنی هست که ساحر در واقع اعمالش حبط می شود، از بین می رود عملو. پس بنابراین خود سحر، چون که الله متعال در مورد ساحران گفته که در روز قیامت اینها هیچ گونه بهره ای رو ندارند، به معنی این است که مشرک شدند، وگرنه اگر مشرک نمی شدند درست است که انسان مسلمان شاید به خاطر عوامل جانبی ثواب عملش کم بشود اما به صورت کلی از بین نمی رود. وقتی که در قرآن و حدیث آمده باشه که فلانی عملش حبط هست، یعنی که دچار یکی از کبایر بزرگ یا کفر و شرک شده. پس بنابراین الله متعال می‌فرماید که ساحران در روز قیامت یا آنهایی که سحر را یاد میگیرند در روز قیامت هیچ گونه سهمی و هیچ گونه بهره‌ای رو از رحمت الله متعال و از ثواب و نعمت‌های بهشتی نخواهند داشت.
و نقطه دیگر و آیه دیگر که ایشون اشاره کردند از آیه بخشی از آیه سوره نساء هست و آیه 51 که یؤمنون بالجبت و الطاغوت. بحث ایمان به جبت و طاغوت رو که در بحث هفته گذشته با اشاره کردیم و در تفسیر این بخش از آیه قول سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه را آورده که ایشون میفرمایند که الجبت السحر و الطاغوت الشیطان. جبت که در این آیه اومده یؤمنون بالجبت در واقع همون سحر هست. جبت به معنی سحر هست و طاغوت هم که در اینجا اومده شیطان هست و این تفسیر طاغوت به شیطان ذکر یک مثال و یکی از مصادیق طاغوت هست، وگرنه طاغوت فراتر از شیطان هست. انسان هم میتونه که طاغوت باشه، هر چیزی که به غیر از الله متعال مورد پرستش قرار بگیرد در واقع طاغوت هست. اما از این که جن باشد، شیطان باشد، انسان باشد یا جماد باشد، تمام اینها جزء طواغیت در واقع قرار میگیرند. و غیر از این تعبیر دیگری که در اینجا آورده از جابر رضی الله تعالی عنه یک مطلبی رو ذکر کرده که الطواغیت و کهانون. طواغیت که در این آیه ذکر شده که ایمان به جبت و طاغوت هست، میگه طواغیت کهانون غیبگویانی بودند و کاهنانی بودند که کان ینزل علیهم الشیطان، که شیطان بر اونها فرو می آمد، یعنی مراوده داشتن با شیطان. شیطان اخباری رو از غیب اونها میرسوند. فی کل حی واحد، که در هر محله و در هر منطقه یک از این افراد طواغیت و از این کاهنان در واقع بود. این تفسیری که حضرت جابر رضی الله تعالی عنه داره از طواغیت، اینم یکی از نمونه های به اصطلاح طاغوت هست و طاغوت انحصاری به کهان نداره. خود شیطان یکی از طواغیت هست، کاهنان یک گزینه‌ای و یک نمونه از نمونه‌های طواغیت هستند. این تفاسیری رو که در اینجا آورده از سیدنا عمر و از سیدنا جابر رضی الله تعالی عنهما، اینها رو به اصطلاح امام بخاری رحمت الله علیه به صورت تعلیقاً، یعنی بدون سند، در کتاب خودشون ذکر کردند. بله. پس بنابراین بحث سحر که اصل سحر رو به معنی مخفی بودن هست و به معنی ریز بودن، چیزی که قابل لمس نباشه، قابل رؤیت نباشه. از آنجایی که عمل سحر یک عمل بسیار مرموز هست و پیچیده هست و دقیق و ریز هست، هر کسی نمیتواند که کنه و واقعیت اون رو درک بکنه، احساس بکنه. به خاطر این سحر رو و این عمل رو در واقع سحر نامیدن، یعنی یک عملی که تعریف لغویش، یعنی یک عمل بسیار مرموز، بسیار دقیق و بسیار به اصطلاح پیچیده هست که هر کسی از آن اطلاع پیدا نمیکنه. و به خاطر این هم مثلا بحث سحر را یا سحور را، غذایی که در وقت سحر خورده میشد، به خاطر اینکه در آخر شب هست، معمولا تاریک هست و کسی نمیبیند و مخفیانه انجام میگیرد از انظار عمومی، به خاطر اونو سحر در واقع سحر نامیده. خود سحر وضعیتی از شب است، در ساعتی است که انسان اونجا زیاد واضح نیست براش، شفاف هست. پس بنابراین سحر به اعمال مرموز و بسیار پیچیده گفته می شود که برای ضرر رسانی به افراد دیگر انجام می گیرد. الان خود این سحر در واقع انواع متعددی رو داره، گونه های متفاوتی رو داره. برخی از این گونه ها شاید در حد به اصطلاح کفر و شرک باشه، در حد کفر و شرک باشند و به این معنی که به خاطر استمداد از غیر الله، به خاطر استعانت و استغاثه از غیر الله، به خاطر اینکه یک جنی رو بخواند که به قول خودشون تحت کنترل خودشون در بیارن و برای این جن اعمال عبادی رو انجام بدن، تقربی رو انجام بدن، برایش گوسفندی رو سر ببرند، مرغی رو سر ببرند، که معمولا اینها در میان ساحران زیاد دیده می شود. و حتی از برخی از افرادی که در این زمینه تخصص دارن، من شخصا شنیدم که هر ساحری که میدونیم که ساحران درجاتی دارند، هر ساحران همه برابر نیستن، استاد و شاگرد دارن، درجاتی دارن و این درجاتشون یعنی بستگی به خواستشون داره. هرچی انسان بیشتر خبیث باشه، هرچی بیشتر ناپاک باشه، هرچی بیشتر مشرک باشه، هرچی بیشتر به جن و شیاطین تقرب بجوید و عبادت بکنه و هرچی بیشتر خودش اعمال خلاف شرع رو و اعمال ننگین بیشتری رو انجام بده، سحرش قوی‌تر هست. شیاطین بیشتر کمکش میکنن، زیرا که بیشتر باج داده و بیشتر هم در واقع کمک میشوند. پس بنابراین خود سحر به صورت کلی یکی از گونه های شرک هست، یعنی گونه‌ای که تقرب به شیاطین باشه، استمداد از جنها یا عبادت جنها باشه. برخی از انواع سحر هست که از نظر معنی لغوی جزء گزینه‌های سحر و جزء مفاد سحری شمرده میشود، منتها به خاطر اینکه به خاطر یک سری
سری خوندنی هایی هست یا به خاطر یک سری فرض کنیم که ادویه‌ای هست و گیاهانی هست که به اصطلاح به طرف میدهند و یک سری سحر تاثیراتی رو اینا دارند، این جزء گناه‌های شرک شمرده نمی‌شود. گرچه این عمل یک عمل حرام هست و جایز نیست که انسان به این گونه از افراد رو تحت تاثیر قرار بده، اونها رو به بیمار بکنه، اونها رو بکشه یا اونها رو از نظر روحی روانی منقلب بکنه و از اونها سوء استفاده بکنه. این عمل حرامی هست. اما تا زمانی که خود این عمل در حد مورد اول نرسیده باشه، استغاثه از غیر الله و اعتقادی نداشته باشه، در حد شرک نیست. به خاطر این هم خود انواع سحر در واقع احکام متفاوتی رو دارند. برخی از انواعش حرام هستند اما در حد کفر و شرک نیستند. اما به صورت کلی در مورد حکم ساحران انشاءالله که عرض خواهم کرد، حکمش این است که باید کشته بشوند. حالا این یا به خاطر ارتداد هست یا به خاطر این است که حدی از حدود رو در واقع مرتکب شده، یعنی حد و مجازات شرعیش این هست، یا به خاطر یک نوع تعزیری هست که حاکم مسلمان به خاطر اینکه در حکم محارب باشه، در حکم اینکه ضرر و زیانی به مسلمانان میرساند اون رو بکشد. این به اصطلاح حکمش یکی هست، تفاوتی نداره، اما علت این حکم در موارد متعدد مختلف هست و علتش در همه موارد یکی نیست. پس بنابراین بنابر آیات قرآن کریم که از این آیه که آیه 102 حتی ابتدای آیه که و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفروا که در اینجا صراحتا الله متعال میفرماید و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفروا، سلیمان کفری رو انجام نداد زیرا که سحری رو انجام نداد. اینها شیاطین بودند که سحر رو انجام میدادند، پس بنابراین شیاطین کفر کردند و کفر رو مرتکب شدند. یا در این آیه هم که ولقد علم لمن اشتراه مال فی الاخره من خلاق، ساحران در روز آخرت هیچ بهره‌ای رو ندارند، نشانگر این است که کافر شدند، مرتد شدند یا مشرک شدند به خاطر شرکشون و در روز قیامت هیچ بهره‌ای رو ندارند. و همچنین ایمانی که به جبت و طاغوت باشه، یهود و نصارا که به جبت و طاغوت ایمان دارند، و این هم یکی از گزینه‌های به اصطلاح سحر است که جبت رو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تعبیر کردند به سحر و طاغوت رو به شیطان، یعنی حتی در باب سحر هم این طواغیت عبادت میشوند. جبت خود سحر هست و طاغوت در بحث سحر باید عبادت بشود این جن که تا اینکه بتواند یک کمکی رو انجام بدهد یا یک باجی رو بگیرد تا اینکه خدمتی رو به این ساحر انجام بدهد. پس تا اینجا حضرت مولانا ما دو موضوع داریم در بحث سحر. یکی خود ساحر هست که بحث پوزش، یکی خود ساحر هست که موضوع بحث اعمالی که انجام میده و اعتقاد و باوری که داره و به هر حال اون کارهایی که انجام داده تا به این درجه رسیده از خباثت و نحوست که شیاطین براش کارهای انجام میدن و سحر انجام میدن. و یکی دیگه باز کسانی که تایید میکنن این رو، یا اون آیه که شما فرمودید از سوره نساء اینجا ذکر کرد شیخ محمد ابن ابراهیم، یؤمنون بالجبت و الطاغوت، یعنی اعتقاد و باور دارن به جبت و طاغوت که جبت حالا یکی از معانیش سحر هست، یعنی تایید میکنن. یه دیگه که میرن پیش خود این ساحرین. پس مقول مال هر دوتا اینها هست. هر دوتا هست. منتها در مورد این کسانی که به ساحران یا کاهنان مراجعه میکنن در این زمینه روایات دیگری اومده، گرچه خود این فی حد ذاتی کفر نیست، یعنی کسی رفت پیش ساحری خود این کافر نشده، کافر اون کسی است که سحری رو انجام داده، اما باز هم عقوبت های شرعی در این زمینه اومده و در روایت اومده هر کسی پیش کاهنی یا ساحری برود و تصدیقش بکند، بر حرفهاش باورش بکند، فقط کفر به ما انزل علی محمد، یا اینکه در برخی از روایات اومده که نمازش در واقع پذیرفته نمیشه. در هر صورت در هر حدی که باشد باور کردن سحر، پذیرفتن سحر یا انجام دادن عمل سحر، تمام اینها متضاد با توحید هستند و در هر مورد خاصی حکم خاص خودش رو هم دارند. برخی در حد کفر و شرک هستند، برخی در حد گناه کبیره هستند، برخی در حد یک عمل حرام و ناجایز شمرده میشه. ساحران رازت مونه، شاید این سوال برای بینندگان عزیزم پیش اومده باشه که خب با این خطری که الان سحر داره و ساحران بر رفتن پیش ساحر چطور میشه شناخت اینها را؟ ویژگی‌های خاصی داره؟ مثلا از چطور انسان از چه صفاتی میتونه بفهمه که فلانی ساحر هست و در لباس طرف شاید لباسش خیلی ملتزم و متدین باشه و اصلا شناخته نشه؟ اصلا خود عمل رو از کجا تشخیص بدیم که سحر هست؟ معمولا اعمالی رو که به اصطلاح ساحران انجام میدند از چند جهت میشود که ساحر رو تشخیص داد. اولا از نظر ظاهری، همان گونه که عرض کردم، هرچند که از نظر ظاهری به اصطلاح کثیف‌تر باشند و از طهارت و پاکی دورتر
باشند. معمولا بسیار از اونها نه وضو میگیرند نه غسل انجام میدند و حتی نماز و عبادت رو انجام نمیدهند. اینها جزء علائم ظاهری چنین در واقع افراد هست. یا برخی از اونها همیشه با دود سر و کار دارند. وقتی که در خونشون برید حتما دود هست. الان دود هر چیزی که باشه، یک گیاهی رو میسوزونند یا موارد دیگری هست. بله این هست. یا این که وقتی که طرف برود از اونا سوال بکند میگویند که تا که بیرون اولین سوالی که میکنند میگه اسم مادرت چی هست، یعنی اسم پدر رو سوال نمیکنند معمولا، به جای اینکه از طرفی که به اونا مراجعه کرده میگند که اسم مادر رو میخوان و چون که اسم مادر رو ذکر میکنند برای اینکه سحر و جادو رو در واقع بنویسند برایشون. یا اینکه طلب میکنند که گوسفندی بیار، نمیدونم که مشخصاتش این باشه، مرغی باشه، باید خون بریزی در این زمینه، مرغی بگیر، نمیدونم ببر سر فلان قبرستان، یا یه نحوه مشخصی، یه گونه مشخصی اون رو ببر و ذبحش بکن. تمام اینها جزء علائم و آثاری هست که میشود که ساحر رو شناخت. یا به اصطلاح زمزمه هایی که میکنند، یک زمزمه های گنگ و نامفهوم هست، میشه وردهایی که میخونند به اصطلاح یک وردای شرک آمیز هست و معمولا نمیخوان، به گونه ای نیست که به اصطلاح با صدای بلند بخوانند که طرف متوجه بشه، که یعنی به شما القا میکنند که دارند آیات قرآن رو میخونند، اما به هیچ عنوان با صدای بلند نمیخونند تا اینکه شما متوجه نشوید که این در واقع داره با جنها صحبت میکند، از جنها کمک میگیرد، کلمات کفرآمیز رو در واقع داره بر زبان میآورد. به این خاطر فقط زمزمه میکند و لبهایش رو تکان میدهد تا اینکه شما گمان بکنید که الان دارد یک آیه از قرآن رو میخوند یا دعای مخصوصی رو میخوند، که در واقع این گونه نیست. اونهایی که صادق هستند در بحث دعا و رقیه شرعی، صداشون واضح و آشکار هست و آیات قرآن رو در این زمینه میخونند، به هیچ عنوان نام مادر رو نمیپرسند و در تعویضهایشون و در به اصطلاح اعمالی که برای شما انجام میدهند هیچ وقت طلسم ندارند، اعداد و حروف نمینویسند، اشکال هندسی رو برای شما رسم نمیکنند، نخ و گره زدن و دود و نمیدونم کشتن مرغ و حیوان و آوردن نمیدونم سنگ و کلوخ یا مواردی از این قبیل. تمام اینها نشانه افرادی هست که ساحرند. البته عرض کردم قبلا که هر ساحری هم درجه خاص خودش رو داره، همه رو نمیشود که با یک تیر و یک نشان زد و در کفر و در شرک اونها با هم دیگر متفاوت هستند. بله، اینا برخی استفاده هست که میشه از ساحر شناخت. در مورد روایاتی که در این زمین اومده در مورد سحر و جادوگری، روایات متعدد و زیاد هست که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه به چند مورد اشاره کردن. روایت اولی، اگر حضرت مولانا قبل از اینکه میان برنامه بپردازیم اجازه بفرمایید یک میان برنامه بگیریم به همراه شما بینندگان عزیز. ان شاء الله باز برمیگردیم در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود با موضوع سحر، موضوعی که بسیار مهم هست و حقیقتاً برای ما و شما بینندگان عزیز فهم صحیح این موضوع و تشخیص این و تفاوت بین موضوع بحث آنچه که در روایات صحیح از بحث رقیه شرعی و استشفا و طلب شفا از قرآن و اوراد صحیحی که در سنت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم وارد شده، بین اون موضوع و موضوع سحر که ظاهر شباهت داره به موضوع رقیه شرعی، باید تفاوتی قائل باشیم و همه رو به یک چشم نبینیم و اون صحیح و باطل رو از هم تشخیص بدیم تا بتونیم که در موضوع توحید و در موضوع شرکی که متعلق به موضوع سحر هست مسیر معتدل وسط رو پیش ببریم که انشاءالله به سرمنزل مقصود برسیم و بتونیم از اون فوایدی که در شفای به قرآن کریم و رقیه شرعی است استفاده بکنیم، در کنار اینکه از مضرات سحر و آنچه که بدعت و خرافات در این میدان وارد شده هم خودمون رو مسئول بداریم. برمیگردیم بعد از میان برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با توضیحات بیشتر حضرت مولانا در این موضوع.
بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران، همچنان با شما هستیم با بررسی باب 23 از کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب با موضوع سحر. قبل از اینکه میان برنامه‌ای به همراه شما عزیزان ببینیم، جناب حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان روایتی از این باب رو میخواستن برای ما قرائت بکنن که قبل از اینکه این روایت رو قرائت بکنن ما میان برنامه گرفتیم تا برگردیم در خدمت حضرت مولانا باشیم. حضرت مولانا در خدمت شما هستیم و روایتی که در این باب ذکر شد. روایتی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه آوردن روایتی هست که در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست، یعنی روایت کاملا صحیح است. روایت از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه است که میگوید ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، از 7 گناه مهلک پرهیز بکنید، از 7 گناه مهلک و خانمانسوز پرهیز بکنید. در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم 7 گناه را به خاطر اینکه این 7 مورد جز برترین گناهان کبیره هستند، یعنی معنیش این نیست که گناه کبیره دیگری وجود نداشته باشه، همشون 7 مورد باشن، بلکه این 7 تا یک مزیت خاصی رو دارند که اینا در بالاترین درجه از موبقات هستند، یعنی جزء بدترین هاشون هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها رو گفته شما اجتناب بکنید و تعبیری که به اجتناب هست تعبیر قوی‌تر و کارآمدتری از ترک کردن هست. نه شما اترکو که اینا رو ترک بکنید، بلکه اجتناب بکنید، پرهیز بکنید، یعنی نزدیک اینها نروید. پس بنابراین این دلالت بر اهمیت این مواردی هست که در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر کردند. فرمودند که سوال کردند یا رسول الله، قالوا یا رسول الله ما هن این 7 موبقات، 7 گناه مهلک، 7 گناه برتر که در کبیره بودنشون برتر از دیگر گناهان کبیره هستند، خانمانسوز هستند، این موارد کدوم هستند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اولیش الشرک بالله، اولی مورد شرک به الله متعال است که در این زمینه آیات و روایات در واقع گویا هست که بالاترین گناه و یعنی مطلقاً از شرک گناه بالاتری نیست. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، که الله متعال گناه شرک را بدون توبه نمیبخشد و گناهان دیگر را الله متعال در دایره رحمت و مغفرت الله متعال هستند، حتی بدون از توبه هم شاید الله متعال اونها را ببخشد به خاطر عمل صالحی که فرد دارد یا به خاطر دعای دیگری که براش در حقش دعا کرده یا به خاطر نماز جنازه یا به خاطر اسباب و علل دیگر، کفارهایی که در واقع کفاره گناهان میشوند، احتمال داره گناهان دیگر بخشیده بشوند. اما گناه شرک که در بالاترین درجه از گناهان هست، الله متعال بدون توبه اون رو نمی بخشد، یعنی کسی اگر با شرک از دنیا برود هیچ امکان ندارد بخشی، یعنی این وعده ای هست و وعیدی هست از جانب الله متعال. پس بنابراین بزرگترین گناه شرک هست. و در مورد بعدی رسول الله صلی الله علیه و سلم گناه سحر را ذکر کردند. الشرک بالله، اولین مورد شرک به الله و دومی سحر هست که سحر هم جز گناهانی هست که در جز 7 موبقات هست، 7 گناه مهلک و هلاک کننده هست و در میان این 7 گناه هم بازم در درجه دوم هست، زیرا که بعد از شرک ذکر شده، زیرا که بسیاری از گناه‌های سحر هم در واقع خود شرک هستند، مساوی با شرک هستند. و مورد سوم و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، و همچنین کشتن انسان بیگناه، قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، و قتل انسانی که الله متعال به اون حرمت داده به مسلمان هست، الا بالحق، مگر با عدالت باشه، بر اساس یک حکم شرعی و یک حکم عادلانه. اگر یک مسلمانی اعمالی رو انجام داده باشه که حکمش و از نظر دادگاه عدل اسلامی کشتن باشه، اون مورد استثناء هست. اما مواردی مثل قصاص هست و مثل زنا هست یا ارتداد، یا مواردی که در شریعت اسلامی یعنی صراحتاً بیان شده، بدون این به هیچ عنوان کشتن انسان جایز نیست. یعنی سحر قبل از قتل نفس، قبل از قتل، بین شرک و قتل نفس. بله، یعنی حتی از قتل نفس هم مقدم سحر، قتل بالاتر هست، زیرا که بسیاری از انواع سحر به اندازه پیش می‌رود که عرض کردم که اولا جزء شرک هستند، دوما بسیاری از انواع سحر منجر به قتل می‌شوند. این از دو جهت این در واقع نسبت داره، هم به شرک نسبت داره که بسیاری از انواع شرک محض هستند و هم به قتل نسبت داره
که بسیاری از انواع سحر در واقع منجر به قتل میشوند. یعنی احیانا امکان داره که سحر به اندازه خوبی باشه که طرف رو بکشه. پس بنابراین اول رسول الله صلی الله علیه و سلم شرک رو ذکر کردند، بعدش سحر رو و بعد از آن قتل نفس رو ذکر کردند و بعد از آن و اکل الربا، خوردن ربا. اکل یک تعبیر کلی هست، منظور فقط خوردن نیست بلکه استفاده کردن از ربا هست. تفاوتی نداره که کسی که ربا میگیرد این رو بخورد یا اینکه مثلا برای خودش خودرویی بخرد یا خونه‌ای بسازد یا این رو در جای دیگری مصرف بکند. اکل الربا یعنی استفاده کردن از مال ربا. ربا خوردن حتی در زبان فارسی وقتی ما میگیم فلانی ربا خوار هست، معنی این نیست که هر چیزی رو گرفته خودش میخورد، بلکه مصرف میکند، یعنی معاملات ربوی هست. و اکل مال الیتیم، خوردن مال یتیم همون تعبیر رو داره، یعنی استفاده ناحق و گرفتن به زور مال یتیم هست. و مورد بعدی و تولی یوم الزحف، و فرار کردن از صحنه جنگ و جهاد. این انسان در برابر کافران و مشرکان در صف جهاد ایستاده و یک جهاد به اصطلاح شرعی و قانونی هست، فرار کردن از اون جزء مهلکات هست. زیرا که فرار کردن در واقع این به معنی عدم ایمان به وعده های الله متعال هست. عدم ایمان به وعده های الله متعال هست و به معنی این هست که این فردی که فرار میکند در واقع ایمانی به جهاد ندارد. یکی میتونه این گزینه‌هاش باشه و تأثیر منفی که بر مجاهدان دیگر دارد. یک نفر فرار بکنند، دو نفر فرار بکنند، آخر دیگه همه مردم یعنی میدان خالی میشه. به این خاطر جزء گناهان کبیره شمرده شده. و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، و تهمت زنا زدن به زنهای آزاده، و تهمت زنا زدن به زنهایی که آزاده هستند، غافلات هستند، یعنی از اصلا بیخبر هستند از بحث زنا، اصلا به قول معروف روحشون اطلاع نداره. المؤمنه، زنهای مؤمنه، زنهای مؤمنه پاک دامنه و آزاده بیخبری که در واقع گناهی رو مرتکب نشدن، کسی بخواد به اونا تهمت زنا بزنه، این تهمت زنا در واقع یکی از گناهان کبیر هست. پس بنابراین 7 مورد رو در اینجا ذکر کردن. اولین شرک به الله متعال، دومی سحر هست، سومی قتل هست و بعد از آن رباخواری و خوردن مال یتیم و فرار کردن از جنگ و جهاد، و مورد هفتم تهمت زدن به زنهای پاکدامن و مؤمنه هست. این جزء روایتی است که این روایت البته در کتاب اشعیه هم موجود داره، با اینکه اجتنبوا السبع الموبقات در کتاب اشعیه فراوان اومده، منتها در کتاب اشعیه یک تفاوتی رو داره، در اکثر روایات چون کلمه سحر نیست، الشرک بالله و قتل النفس بقیه موارد اومدن اما سحر رو ذکر نکردن، به جز یکی دو مورد که به اصطلاح سحر رو هم ذکر کرده بودن. و در روایت بعدی ان جندب مرفوعا، از جندب رضی الله تعالی عنه اومده مرفوعا، یعنی این که به اصطلاح نسبت داده شده این روایت به رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند حد الساحر ضربه بالسیف، حد ساحر، مجازات شرعی ساحر یک ضربه هست با شمشیر، یعنی کشتنش، مثلا باید کشته بشه. این یک ضربه معنیش این نیست یک ضربه اگر زدن و کشته نشد و نمرد اونو ترک، یعنی راهش بکنند، یا اینکه اگر یعنی با غیر شمشیر کشتنش جایز نباشه، بلکه این دلالت بر این است که گناهی رو که این فرد انجام داده در حدی هست که مجازاتش در واقع گردنش زده بشه. جالب این است که کسی که مشرک بشود و کسی که سحری رو انجام بدهد و کسی که قتل نفسی رو انجام بدهد، تمام اینها به همین ترتیبی هست، یعنی مجازات شرعیشون همون کشتن هست. بحث ارتداد یعنی کسی شرکی رو مرتکب شده باشد و بحث سحر که سحری رو انجام داده باشد و همچنین قتل نفس ناحق، انسان کشتن انسان ناحق، تمام اینها مجازاتشون همون در واقع قصاص هست و کشتن هست که بحث قتل اونها هست. از جندب رضی الله تعالی عنه این روایت رو مرفوعاً ذکر کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند حد الساحر ضربه بالسیف، مجازات شرعی ساحر یک ضربه هست که با شمشیر زده بشوند. رواه ترمذی و قال الصحیح انه موقوف، میگه قول صحیح در این زمینه این است که این موقوف هست، این روایت مرفوع نیست، موقوف هست، یعنی قول رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست و قول صحابی هست و از نظر روایتی که مرفوع هست در اون ضعف هست، اما در روایتی که به صحابی میرسد اینش در واقع صحیح است، یعنی یک اثر صحیح هست، یک روایت و اثر موقوف صحیح هست، اما حدیث پیامبر که باشه این به رسول الله صلی الله علیه و سلم از نظر سندی اشکال داره و نمیرسه.
و روایت دیگری که در اینجا هست و روایت صحیح هست و فی صحیح البخاری که اشاره کردن در صحیح بخاری روایتی هست عن بجالة ابن عبده که از بجالة ابن عبده هست قال كتب الینا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه که عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه حتی در روایت اومده که 1 سال قبل از به اصطلاح شهادتشون یعنی در سال آخر به اصطلاح خلافت خودشون این نامه رو نوشتند و خطاب فرمانداران و استاندارانشون ان اقتلوا كل ساحر و ساحره هر زن و مرد ساحر رو شما بکشید. این در واقع حکم قطعی زن و مرد ساحر است که از طرف سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه ابلاغ شده. قال فقتلنا 3 سواحر ما در یک روز 3 تا ساحر رو میگه که کشتیم یعنی حد شریر بر اونها مجازات کردیم. و یک نکته که در اینجا وجود داره شاید برخی اینو محل اعتراض بدونن بر شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه که گفتن و فی صحیح البخاری در صحیح بخاری آمده که قال كتب الینا عمر بن الخطاب ان اقتلوا كل ساحر و ساحره. این جمله ان اقتلوا كل ساحر و ساحره این در صحیح بخاری وجود ندارد. این جمله ان اقتلوا كل ساحر و ساحره این در صحیح بخاری وجود ندارد. اما وقتی که علما از یک روایتی استدلال میکنند میگن که اصلش در صحیح بخاری هست، اصلش در صحیح بخاری یا در صحیح مسلم هست، یعنی خود این جریان و خود این نامه نوشتن و این دستور سیدنا عمر رضی الله عنه که نامه ای رو نوشتن این اصلش در صحیح بخاری هست، اما جزئیاتش امکان داره متفاوت باشه. جزئیاتش در یک کتاب دیگر ذکر شده که این به اصطلاح که ان اقتلوا كل ساحر و ساحره این در سنن ابو داود اومده، یعنی در ضمن روایت بجالة ابن عبده که در صحیح بخاری هست از خود همین راوی هست. منتها امام بخاری رحمت الله علیه این روایت رو آورده منتها به صورت مختصر اینو ذکرش کرده، به صورت کامل ذکرش نکرده، به صورت کامل در سنن ابو داود اومده. تفاسیرش چه دیگه؟ بله، پس این وقتی که میگه فی صحیح البخاری یعنی اشاره میکنه اصل این روایت بجالة ابن عبده در صحیح بخاری هست، در صحیح بخاری به صورت مختصر اومده که در صحیح بخاری فقط بحث به صورت تعامل با مجوس هست که در اون روایت اومده که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بهشون نامه نوشتند که ان فرقوا بین کل ذی محرم من المجوس که شما مجوسی رو که مثلا با خواهر و مادر خودشون ازدواج کرده باشن، قبل از اسلام ازدواج کردن و الان در تحت سیطره حکم اسلامی هستن، اینا از هم دیگر جدا بکنید. این یک از دستورات سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه بود که اگر یک فرد بیدینی با محرم خودش ازدواج کرده باشه اینا از هم دیگر جدا بکنید. و در ضمن اون روایت در کتاب‌های دیگر این جمله اومده در سنن ابو داود که ان اقتلوا كل ساحر و ساحره. پس بنابراین اصل روایت بجالة ابن عبده در صحیح بخاری هست، اما خود این جمله ان اقتلوا كل ساحر و ساحره در صحیح بخاری نیست و در سنن ابو داود و کتاب‌های دیگر ذکر شده. قال فقتلنا 3 سواحر ما 3 ساحر رو در واقع مجازات کردیم، یعنی حد شرعی رو بر اونها نافذ کردیم. و صح ان حفصه انها امرت بقتل جاریه لها سحرتها و نقل شده از حفصه رضی الله تعالی عنها که ایشون یک کنیزی داشتند که این کنیز مرتکب در واقع سحر شده بود و حفصه دستور داد که این کنیز رو بکشند. و کذا صح عن جندب از جندب هم صحیح هست، همون روایت قبلی رو که گفته میشد که حد الساحر ضربة بالسيف. و قال احمد عن 3 من اصحاب النبي صلی الله علیه و سلم. امام احمد رحمت الله علیه میاد که دستور قتل ساحر یا حکم قتل ساحر از 3 نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت صحیح در واقع ثابت شده. پس یعنی اجماع هست روش که کشته میشه. بله، در مذاهب اهل سنت و الجماعت و حتی نزد شیعه هم حکم ساحر در واقع همون کشتن هست که باید کشته بشن. این روایتی رو که در به اصطلاح کتاب‌های اهل سنت و الجماعت هست و روایاتی رو که در اینجا ذکر کردن، حکمی رو که در مورد سحر و ساحری ذکر کردن، این در واقع استثنای یعنی مختص اهل سنت و الجماعت و روایات اهل سنت و الجماعت نیست، بلکه در روایاتش هم به صورت وفور این مطلب در واقع ذکر شده. گرچه شاید در میان شیعه چون این مصلحی نبوده که مانند محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه با سحر و جادوگری و فالبینی و بقیه زیر مجموعه‌اش در واقع مبارزه بکنند و این رو توحید رو کامل بکنند، اما شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه عملا این موارد را که برگرفته از آیات قرآن و حدیث رسول الله هست این نهضت ایشون اومدن و چنین اصلاحی رو ایجاد کردن. در کتاب وافی دوستان نمایش
بدن. جلد 15 این کتاب هست که فیض کاشانی رو نوشتند که بارها این کتاب خدمت بینندگان عزیز به اصطلاح معرفی شده. در اینجا در باب 72 این کتاب، باب 72 این کتاب هست و در صفحه 473 هست. یک بابی رو در اینجا داره به نام باب و حد ساحره، باب و حد ساحره که در مورد حد ساحر و مجازات شرعی ساحر هست و با توجه از کافی اینو نقل کرده، در کافی هم اومده و در تهذیب هم اومده و با این سندی که در اینجا ذکر شده. نهایتا از ابو عبدالله علیه السلام ذکر کرده قال الساحر یضرب بالسیف ضربة واحدة، همون روایتی که از جندب به صورت مرفوع اومده بود و در سنن ترمذی به صورت مرفوع اومده بود و موقوف است به جندب رضی الله، جندب ابن جناده رضی الله تعالی عنه. در از کلام امام ابو عبدالله امام جعفر صادق ذکر شده که الساحر یضرب بالسیف، ساحر رو باید با شمشیر زد ضربة واحدة علی رأسه، که یک با یک ضربه رو باید بر سر اون بزنن، علی رأسه، بر فرق سرش این یک ضربه رو بزنن. و در اینجا توضیح داده که در اینجا و علی هذا فالساحر اذا ثبت انه قادر علی اضرار الناس، اگر ثابت شد که فلان ساحر میتونه به مردم ضرر و زیانی برسونه که این یک ضرر و زیان یک ضرر جسمانی باشه یا عقلانی باشه که انسان رو دیوانه بکنه، فرد را که سحر شده، و انه یرتکب ذلک، که و ثابت شده باشه که فلانی این سحر رو انجام داده، فحده القتل، حدش همون کشتن هست. لان ضرره اشد من المحارب، زیرا که ضررش از محارب بیشتر هست. اذ المحارب یتعرض لقتلهم والاضرار بهم بما یظهر، زیرا که محارب یک ابزار کارش ظاهری هستند، با شمشیری با قمه‌ای نمیدونم با وسایل دیگر این کار انجام میده، اما سحر ابزاری رو که داره ابزار پیچیده و مخفی هستند. و این همین کلام در کلام اهل سنت و الجماعت هم وجود داره. روایت بعدی که بازم از کافی هست و از تهذیب اینو دوباره ذکر کرده، الاربع نبی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لا یقتل، ساحر مسلمانان حکمش این است که کشته بشه، یعنی اگر یک مسلمانی مرتکب سحر بشود باید کشته بشه، اما ساحر کفار کشته نمیشه، زیرا که اساسا ما با کفار کاری رو نداریم و حتی خود یعنی شرک بالاترین گناه هست یا خود کفر که بالاترین گناه هست، بسیاری از کافران رو تا زمانی که متعرض به مسلمانان نشه ما حکم کشتنشون رو نداریم، چه برسه که به سحر که یک درجه پایینتر هست. ساحر المسلمین یقتل، علتش رو همین بیان کردند که این به معنی ارتداد هست یا به معنی ارتداد هست. یه موارد دیگری که حتی در کاشانی همین رو در واقع ذکر کرده بود که به خاطر محارب بودنش هست، به خاطر ضرر و زیان رساندن به مفسد فی الارض شمرده میشه. قیل یا رسول الله ولما لا یقتل ساحر الکفار، چرا ساحر کافر کشته نمیشه؟ فقال لان الكفر اعظم من السحر ولان السحر والشرك مقرونان، زیرا که کفر بالاتر از سحر است. لان الكفر اعظم من السحر ولان السحر والشرك مقرونان، سحر و شرک با هم دیگه مقرونند و همزاد هم دیگر هستند، همون گونه که در روایت اهل سنت و الجماعت شرک و سحر پشت سر هم در واقع ذکر شده بود، اول شرک و بعد از آن در واقع سحر رو ذکر شده. و روایت بعدی هم که در این زمینه اومده و روایتی هست که در تهذیب اومده با دو تا سند در واقع در اینجا ذکر کرده برای این روایت از علی علیه السلام قال سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الساحر، در مورد ساحر سوال کردن، فقال اذا جاء رجلان عدلان فشهد علیه فقد حل دمه، اگر دو نفر عادل اومدن گواهی دادن که فلانی مرتکب سحر شده خونش مباهه، یعنی حکمش همون حکم کشتن هست. و روایت دیگر از جعفر ابن محمد عن ابیه ان علی علیه السلام کان یقول من تعلم من السحر شیئا کان آخر عهده بربه و حده القتل الا ان یتوب، و حدش یعنی مجازات شرعیش همون قتل است مگر اینکه قبل از آن توبه بکند. بحث این که قبل از آن که توبه بکند، بحث ساحر، اگر یک فردی سحری رو انجام داده باشد، یک فردی سحری رو انجام داده باشد و بعد از آن توبه کرده باشد، خودش سحری رو انجام داده و توبه کرده، حکمش کشتن نیست، حکمش کشتن نیست. و یعنی قبل از این که قضیه به دادگاه برسه، به حاکم اسلامی برسه، به قاضی اسلامی برسه، اگر فردی این گناه رو انجام داده بود و از آن توبه کرده بود
حکمش کشتن نیست. اما اگر کسی این گناه رو انجام داد و توبه نکرده بود تا اینکه دستگیر شد یا رفتن چند نفر شکایتش رو کردن به دادگاه رسید قضیه، در اینجا در واقع حکمش همون حکم کشتن هست و حتی استدعا هم نداره، اون گونه که عرض خواهم کرد. حتی در قرآن کریم ما داریم درباره مفسدین فی الارض در سوره مائده که الله تعالی می‌فرماید که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. در آیه بعدی می‌فرماید جزای، با اینکه این آیه می‌فرماید جزای مفسد فی الارض و محارب اینه که کشته بشه یا دست پاش قطع بشه، در آیه بعدی می‌فرماید الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليه، مگر کسانی که توبه بکنن قبل از این که شما به اونها دست پیدا بکنید. یعنی اگر همونجوری که شما فرمودید ساحر توبه کرد قبل از این که بیان و بگیرنش و دستگیر بشه به تهمت سحر، توبهش پذیرفته است. اما اگر گرفتن دیگه توبهش پذیرفته نمیشه. تا زمانی که به قاضی دادگاه رسید و به حکومت اسلامی رسید، در اونجا دیگه توبه‌ای نداره. حتی در این زمینه به خاطر این هم استتابه نمیشه. یعنی کسی ازش نمیخواد توبه کنه، ازش نمیخوان توبه بکنه، زیرا که این در واقع حد شرعی هست. این در واقع حد شرعی هست. یک چیزی رو که در اینجا ما باید در اون یعنی تفاوت قائل باشیم که اگر این آیا این به معنی ارتداد هست یا به معنی حد شرعی هست. فرق این دو تا ما حد مرتد رو بر این جاری میکنیم یا حد سحر رو بر اون جاری میکنیم. حد مرتد باشه اون کسی که مرتد شده اون استتابه میکنن، یعنی ازش میخوان توبه کنه، برگرده به اسلام. کسی از اسلام خارج شده قبل از این که حکم به اسلام شرعی رو بر اون صادر بکنن، گردنش رو بزنن، بهش میگن که بیا دوباره بازگرد به اسلام. اگر بازگشت شبهه داره جواب میدن و خلاصه از اون دعوت به توبه میکنن. اگر بازگشت کشته نمیشه، اگر ولو اینکه پیش قاضی باشه، قبل از این که حکم اجرا میکنن میگن که تو با این کارت کافر شدی، مرتد شدی، بیا مسلمان بشو، شبهه چی هست شبههشو جواب بدن، تو دوباره اگر توبه کرد کشته نمیشه. اما در مورد سحر در اینجا در روایت اومده، هم در روایت شیعه هم در روایت اهل سنت و الجماعت، حد الساحر ضربة فی السیف، این حد شرعی هست. مثل کسی که انسان کشته، مثل کسی که در واقع انسانی رو کشته باشه. یک مجازات شرعی هست. مثل کسی که سرقت کرده باشه، مثل کسی که شراب خورده باشه، یا موارد دیگر که حدود شرعی دارن. اون بین خودش و بین الله، اون توبه کردنش بین خودش و بین الله. تفاوتش در چی هست در اینجا؟ کسی که مرتد هست یعنی کافر هست. اگر گردنشون بزنند این به معنی مسلمان نمرده، برای همیشه در آتش جهنم هست. چون که مرتد بوده، کافر بوده. و اگر کشته بشه هم حکمش همون حکم مرتد و کافر هست، برای همیشه در آتش جهنم هست. اما کسی که سحر رو انجام داده باشه، با توجه به این که همون قضیه رو که من قبلا عرض کردم که سحر خودش انواع متعددی رو داره، اگر سحری رو که انجام داده این در واقع در حد ارتداد بوده باشه، حکمش یک حکم جداگانه هست. اما اگر به صورت حد شرعی باشه که حد الساحر ضربة رسه، بدین معنی هست که این فرد هنوز مسلمانه. درسته که سحری رو انجام داده و با سحر خودش یک فردی رو دیوانه کرده، مال کسی رو از بین برده، یک کسی رو بیمار کرده، خانوادی رو از هم پاشیده، منجر به قتل شده این سحر اون، تمام اینها در دایره کمتر از شرک هست، کافر نشده. پس بنابراین وقتی که حد شرعی بر اون اجرا می شود، در روایت اومده که این حدود شرعی کفاره هستند برای اون گناهکار. یک کسی مثلا شراب خورده، شلاقش زدن، یعنی که مجازاتش رو در دنیا دیده، کفاره برای گناهش هستن. سرقتی رو انجام داده، وقتی که حد جاری می شود یعنی این که کفاره گناهانه شده. سحری رو انجام داده، وقتی که حد بر اون اجرا می شود یعنی این که این حد شرعی از گناه سحر در واقع پاک شده. اما بحث ارتداد یک بحث کاملا جداگانه است. در کتاب بحار الانوار و جلد 76 این کتاب و صفحه 211 هست و روایت دوم در این باب هست و این بابی رو که در واقع داره باب درباره سحر و کهانه هست. باب 96 باب السحر و الکهانه. همین آیاتی رو که در اینجا آورده همون آیه هست که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه بخشی از این آیه رو در اونجا آورده بود. ولقد علم لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق. این روایت رو ذکر کرده و آیات دیگری رو در اینجا آورده و نهایتا به این روایت میرسیم که از جعفر عن ابی علیه السلام ان علی علیه السلام قال من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا فقد کفر. هر کسی که سحری رو یاد گرفته باشه، سحر کمی باشه یا زیادی باشه، فقط کفر. و کان آخر عهده بربه و حده ان یقتل الا ان یتوب. همون روایتی که در تهذیب هم در واقع ذکر شده بود.
روایت دیگر در اینجا همون روایتی هست که ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لا یقتل، دقیقاً همون روایتی که وافی اینو ذکر کرده بود. و روایت دیگر قلت لأبي عبد الله ان عندنا بالجزيرة رجلا ربما اخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق او شبه ذلك. بعضی از افرادی هستند که مثلا کسی چیزی گم شده باشه میرن پیشش خبر میده که فلانی اینو دزدیده، یه فلان جا هست این مالتون، فنسأله، ما میریم پیشون سوالش میکنیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم من مشى الى ساحر او کاهن او کذاب یصدقه بما یقول. اون حرفی رو که من قبلا عرض کردم که در روایت اهل سنت اومده، هر کسی که نزد ساحری یا کاهنی یا کذابی فالبینی کسی برود و حرفش را تصدیق بکند، فقط کفر بما انزل من کتاب، و به کتاب الهی یعنی به قرآن در واقع که در روایت اومده و روایت اهل سنت اومده، فقط کفر بما انزل علی محمد، که به قرآنی که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده کفر کرده. پس بنابراین از نظر روایی و همچنین از نظر آیاتی که در این زمینه هست در میان مذهب اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و دیدگاه سیدنا علی امام باقر و امام جعفر صادق و دیدگاهی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه داشتند و تصوری رو که ایشون از سحر و ساحری داشتند، مجازاتی رو که ایشون در مورد سحر و ساحری میدونن، دقیقاً همون چیزی هست که از قرآن و از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست و از گفتار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم کاملا ثابت هست. و در این زمینه هم اگر شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه با خرافه پرستان، با مبتدعین، با ساحران، با کاهنان و جادوگران مبارزه کرده و اگر احیانا هم حکمی رو در این زمینه اجرا کرده باشه، برگرفته از همین روایات اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و این بدین معنی هست که محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در تمامی ابعاد اصلاحی و نهضت اصلاحی که داشتن در واقع پیرو و متبع الله و رسول الله و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده. و در میان دعوت محمد ابن عبدالوهاب و دعوت ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تنها که تضادی وجود نداره بلکه تفاوتی هم وجود نداره. بارک الله فیکم، جزاکم الله خیر. حضرت مولانا اجازه بدید مملوک شما بینندگان عزیز میان برنامه میبریم، برمیگردیم ان شاءالله در بخش پایانی برنامه در خدمت شما خوبان عزیزان خواهیم بود و تلفن های شما و سوال هایی که اگر احیانا درباره موضوع برنامه دارید ان شاءالله وقت رو در اختیار شما خواهیم گذاشت تا به پاسخ سوال های شما بپردازیم. همراه ما باشید. چرا مراجع شیعه پاسخ نمیدهند؟ مراجع و نویسندگان شیعه امثال مکارم شیرازی و سبحانی و طبسی و غیرهم در این سالیان دراز که اهل سنت منبری در اختیار نداشته اند، صدها خرمن کاغذ سفید را رو سیاه کرده و یک طرفه به نام نقد وهابیت هرچه خواسته اند گفته و نوشتند و مردم را از عقیده شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله بیم داده اند. واقعیت آن است که کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله عقیده مشترک و مسلم تمامی مسلمانان و در رأس همه عقیده امامان شیعه است. ما برای آنکه حق و حقیقت برای همگان آشکار گردد، از مراجع شیعه تقاضایی به شرح زیر مطرح نموده‌ایم. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظمی جعفر سبحانی دامت افاضاتهم. خدمت آیت الله حاج شیخ نجم الدین طبسی دام ظله. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی دامت افاضاتهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با توجه به تألیفات و تلاش‌های گسترده جناب عالی در نقد وهابیت و شناخت عمیقی که از منابع و باورهای امامان شیعه دارید، از شما درخواست داریم که برای تبیین حقایق و روشن شدن افکار عمومی شیعه و سنی، حداقل 3 عنوان از ابواب کتاب التوحید، مهمترین تألیف عقیدتی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله را که به نظر جناب عالی تضاد بیشتر و آشکارتری با عقاید امامان 12گانه شیعه دارد انتخاب نموده و خلاف آن را از گفتار صریح
و صحیح و بی‌معارض امامان شیعه اثبات نمایید. و برای آنکه جای هیچ توجیه، ابهام و تردیدی باقی نماند، مؤکداً استدعا داریم که به نکات زیر عنایت فرمایید. حداقل 3 باب را انتخاب نمایید. ابوابی را برگزینید که با عقاید ائمه شیعه تضاد بیشتر و آشکارتری داشته باشد. صرفاً از روایات و گفتار امامان شیعه استدلال نمایید. روایات مورد استدلال صریح، صحیح و بی‌معارض باشد. و چنانچه کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب را با عقیده امامان شیعه در تضاد نمی بینید، احتراما نظر خویش را در این مورد اعلام بفرمایید. پیشاپیش از پاسخگویی جناب عالی سپاسگزاریم. برنامه تلویزیونی امامان وهابی شیعه. پاسخهای ممکن. الف. کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله با عقیده امامان اهل بیت تفاوت دارد که در این صورت با ذکر دلیل بیان نمایید. با امامان شیعه در مورد مباحث اعتقادی اظهار نظر نکرده و عقاید اسلامی را به شیعیان خود نیاموخته‌اند. جیم. در مورد مباحث اعتقادی مذکور از امامان شیعه روایاتی صحیح در دست نیست و روایات شیعه متعارض و غیر قابل اعتماد است. دال. عقیده شیخ محمد ابن عبدالوهاب هیچ تفاوتی با عقیده امامان شیعه ندارد و شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله پیرو واقعی امامان اهل بیت است. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران، همچنان با شما هستیم و بخش پایانی برنامه این هفته امامان وهابی شیعه با موضوع سحر و بررسی باب 23 از کتاب شیخ محمد ابن عبدالوهاب، کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی. در این بخش عزیزانی که دوست دارن در برنامه ما مشارکت داشته باشن، به شرط اینکه موضوع مرتبط باشه به موضوع برنامه، من خواهش من قبل از اینکه تماس شما عزیزان برقرار بشه این هست که عزیزان سعی بکنید که در چارچوب موضوع برنامه اگر سوالی دارید یا نظری دارید مطرح بفرمایید. انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود و صحبت‌های شما و حضرت مولانا هم اگر نیازی به پاسخ بود برای صحبت‌های شما انشاءالله پاسخ خواهند گفت. قبل از اینکه حالا تماس‌های شما عزیزان برقرار بشه، حضرت مولانا تو تماس‌های عزیزان برقرار میشه در ادامه باب آیا موضوع باقی مانده از این باب یا نه؟ معمولا شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه بعد از این که آیات و روایاتی رو ذکر میکنند، یک مسائلی رو به عنوان خلاصه این آیات و روایات در آخر باب ذکر میکنند که در این باب 8 تا نقطه ایشون یادآوری کردند که میفرمان فیه مسائل. در این بابی که ذکر شد با توجه به آیات و روایاتی که اومد چند تا مسئله وجود داره. مسئله اول و مسئله دوم رو ذکر کرده، تفسیر آیت البقره، تفسیر آیت النساء. جالب است که از این آقایون که میخواست ردی بده بر شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه میگفت که محمد ابن عبدالوهاب اصلا تفسیری ذکر نکرده برای این آیات. الان اومده میگه نقطه اول تفسیر آیه، نقطه دوم نمیگه تفسیر حدیث، در صورتی چنین چیزی ذکر نکرده. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه آیات رو با روایات تفسیر کردن.
وقتی که شما عنوان باب رو فهمیدید که عنوان باب چی هست و تیتر اول رو فهمیدید و استدلالش محمد ابن عبدالوهاب را روایتی رو که بعد از اون آوردن، این روایت دقیقاً تفسیر همین آیات هست. تفسیر آیه بقره رو و تفسیر سوره نساء رو در واقع ما فهمیدیم. از چه فهمیدیم؟ کجا بود؟ همین روایتی رو که در اینجا آمده. عرض کردم که ماله فی الاخره من خلاق، یعنی بهره نداره پس بنابراین کافر هست. یا مثلا آیه دوم را که یؤمنون بالجبت و الطاغوت، از این قول سیدنا عمر که جبت یعنی سحر و طاغوت یعنی شیطان. پس بنابراین همین مطلب رو میرسون و همچنین آیاتی که در این زمینه روایاتی که ذکر شده خودشون تفسیر و توضیح این آیه هستن. اگر موضوع بعدی رو اجازه بدیم، مسائل بعدی رو بعد از تماس بینندگان داشته باشیم. بیننده اول برنامه امروز رو صداشون رو میشنوید. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. وقتتون بخیر. سلامت باشید. وقت شما هم بخیر. خودتون رو معرفی می‌فرمایید. بله، رضا هستم، از ایران مزاحم شما میشم. آقا رضا از ایران. سلامت باشید. اگر در موضوع برنامه صحبتی دارید خواهشاً بفرمایید. فقط خواهشاً از چارچوب موضوع خارج نشید. چشم. بحث سیاسی هم مطرح نکنید. اصلا که این برنامه اتفاقا برنامه خیلی خوبی است و ما اطلاعات خوبی هم از عقاید محمد ابن عبدالوهاب پیدا کردیم. فقط نمیدونم چرا مولوی حسین پور محمد ابن عبدالوهاب رو کافر میدونه. آقا رضا، شما برای این صحبتتون دلیلی هم دارید از صحبت‌های ایشون؟ بله. کجا؟ بله، کتاب ایشون است، کتاب تضاد عقاید حنفیت با وهابیت. مال خود ایشون هست؟ بله، مال خود ایشون و 4 مولوی هستن. بله، حالا میخوای آدرس بهتون میدم در همین کتاب، در صفحه 137 تا صفحه 140. حتی عقاید حالا موضوعتون سوالتون مطرح شد و موضوع رو دریافت کردیم. ان حضرت ما رو پاسخ خواهند داد. امر دیگری هم دارید غیر از این موضوع؟ اگر اجازه بفرمایید. نه خب اگه موضوع دیگری اگه دارید، موضوع رو شما گرفتم سوالتون رو و مطرح شد. فکر نمی‌کنم نیازی به شرح بیشتر باشه، چون حضرت مولانا پاسخ خواهند داد موضوعی که شما فرمودید. غیر از این مورد دیگری هم دارید؟ خب اگه پشت خط هستم که جواب بدن. حالا اگه نه، من سوال‌ها رو دریافت می‌کنیم بعد حضرت مولانا پاسخ خواهند داد. اگر موضوع دیگری دارید بفرمایید. فقط خیلی کوتاه عرض کنم که یک همایشی هم در چابهار بود که خود آقا رضا شما ماشاءالله عادتاً کمتر دیدم در صحبت‌هایی که حداقل در تلویزیون ما داشتید در چارچوب موضوع برنامه صحبت کنید. همایش فلانجا، سیاست فلانجا و موضوعات دیگر فکر نمی‌کنم به موضوع برنامه ما ارتباطی داشته باشه. موضوع برنامه ما تضاد آنچه که به اسم وهابیت مطرح میشه با عقیده امامان بزرگوار اهل بیت است و نامه‌ای رو 1 سال ما نوشتیم به مراجع شیعه. به نظر شما بهتر نیست در این باره هم صحبتی داشته باشید که چرا نامه ما رو 1 سال هست پاسخ نمیدن؟ من صحبت میکنم، مشکلی نداره. من در مورد نامه الان خدمتتون عرض میکنم. منتها خود مولوی عبدالرحمن شعبانی نامه‌ای که ما فرستادیم رو به نظر شما چرا پاسخ نمیدن؟ خب دلیل این مثل این میمونه که من یه نامه بنویسم به مولوی عبدالحمید و منتظر پاسخ باشم. همینطور که علمای شیعه نامه آیا شما نامه نوشتید و ایشون پاسخ ندادند؟ آیا شما نوشتید ایشون پاسخ ندادند؟ بله خب ببینید خود علمای شیعه آقا رضا جوابتون رو بدم. آقا رضا ممنون از تماس شما. شما صحبتتون اصلا کنن حاضر نیستید هیچ وقت پاسخ بدید و تشکر میکنم از تماس شما در این برنامه و سیاست شما برای بینندگان عزیز واضح و آشکار است و فرار شما از این موضوع که آقا مثل این میمونه که من به اولا شما اگر به حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله نامه بنویسید یقینا نامه خودتون رو دریافت خواهید کرد، پاسخش رو با شناختی که بنده ازشون دارم و شاگردان و دست بوسان ایشون هستم و میشناسم ایشون عادتشون این گونه است، خیلی کریمتر از این هستن که حتی اگر طفلی ازشون سوالی بکنه سوالشون رو پاسخ ندن. اصلا قیاس شما یک قیاس کاملا باطل است در این باب و شما این کارو نکردید. هم علاوه بر این که ما نامه نوشتیم و مکتوب فرستادیم، اصلا شما با ما رو به عنوان یک بیننده شیعه فرض بکنید. یک بیننده شیعه سوالی داره از مرجع تقلید خودش، چرا پاسخ نمیدن؟ بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید. خودتون رو معرفی میکنید؟ بله، من محمد حسن هستم از اهواز. آقای محمد حسن از اهواز در خدمت شما هستیم، بفرمایید برادر.
سلامت باشین. من میخواستم درباره شیخ محمد بن عبدالوهاب حرف بزنم که من یک کتابی از ایشون خوندم که ایشون به اهل عراق حمله کردن و کشتارهای زیادی انجام دادن و گفتن که اقتلوا المشرکین. آیا حقیقت داره؟ مولانا حضرت مولانا پاسخ خواهند. سوال دیگه هم دارید؟ ممنون. آره فقط میخواستم اینو، ما واقعا میدونیم که شیخ محمد بن عبدالوهاب به اسم یک وهابی و یک مثلا آدمکش بوده تا این حرفایی که شما میزنید. این وهابی یعنی چی؟ این وهابی بود یعنی چی؟ میشه بفهمید؟ وهابی این برگرفته از اسم پدر بزرگش فکر کنم. خب یعنی چی وهابی بود؟ یعنی مثل بابا بزرگش بوده؟ نه مثلا شما میگید محمد بن عبدالوهاب تابع امامان شیعه بوده. امامان شیعه که همچین کشتاری انجام دادن. آیا عقیده محمد بن عبدالوهاب با عقیده شیخ محمد با عقیده امامان بزرگوار اهل بیت تفاوت داشته؟ تو این نامه‌ای که شما نوشتید و کتاب التوحیدش نه تضادی نداشته، فقط اون کشتاری که توی عراق انجام داده. خب آقای خامنه‌ای الان در سوریه آدم میکشه، آیا آقای خامنه‌ای در سوریه آدم میکشه و بقیه که دارن آدم میکشن، آیا اینا پیروان اهل بیتن؟ کجا اهل بیت آدم کشتن؟ طبق استدلال شما. ولی تا جایی که می‌دونیم رهبر همچین کشتاری انجام نداده. ممنون میشم اگر درباره حمله عبدالوهاب به عراق پاسختون رو دریافت خواهید کرد. پاسختون رو دریافت خواهید. ممنون. خداحافظ. ممنون از شما. بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام بیننده عزیز، صدای ما را از تلفن بشنوید، بفرمایید. سلام علیکم جناب استاد دهقان. عرض کنم آقای خودتون رو معرفی میفهمید؟ بنده محمد هستم، از ایران مزاحم میشم. آقای محمد حسینی. بله میخواستم ببینم این یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین آمنوا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا، در روایات ما آمده که کسانی که یؤمنون بالجبت و الطاغوت، جبت و طاغوت رو ابوبکر و عمر معرفی کردن که طغیان کردن بر علیه رسول خدا و خلیفه او که تعیین کرده بود علی علیه السلام و این همه فتنه در من اجازه است سوال بپرسم؟ بله. الله متعال در سوره نحل میفرماید ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان یعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. همه پیامبران رو ما امر کرده بودیم که الله رو بپرستن، از طاغوت پرهیز کنن. اگر طاغوت نعوذ بالله ابوبکر است، آیا همه پیامبران به اصحابشون میگفتن مواظب ابوبکر باشید؟ طاغوت اما من تقا و آثر الحیات سوال من شما فرمودید طاغوت ابوبکر است. اگر این گونه بوده پس تمام انبیا در طول تاریخ اومده بودن که بگن از ابوبکر پیروی نکنید. طاغوت رو من گفتم عمر، نگفتم ابوبکر. ولی عمر، خب عمر آیا الله تعالی میفهمد تمام انبیا یکی از اهداف و رسالتشون این بود که بگن از الله رو بپرستید، طاغوت رو پیروی نکنید؟ یعنی نوح علیه السلام میگفت مواظب عمر باشید، ابراهیم هم میگفت مواظب عمر باشید و موسی و عیسی هم گفتن مواظب عمر باشید. اجتناب کنید از عمرهای طاغوت زمان خودتون. ممنون از صحبت شما، ممنون از آقای حسینی. شما در یک دنیای دیگری اصلا زندگی میکنید ماشاءالله، با نظریات بسیار عجیبی که شما دارید. فکر کنم خود شیعه هم به روایت‌های شما به این اعتقادات شما در هفته گذشته گفتید که شیطان از اصحاب الله هست و شیطان هم تلاش میکنه تا بر روی زمین اسلام منتشر بشه و از این روایت هایی که شاید در طول تاریخ اسلام هیچ دشمنی از اسلام همچین قرائت هایی نداشته. بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام. بیننده آخر. سلام برای شما، خودتون معرفی می‌فرمایید؟ سلام علیکم استاد، علی هستم از ایران. علی شریفی؟ بله. شما در این برنامه من به شما اجازه صحبت نمیدم به خاطر اهانت هایی که به مقدسات اهل سنت دارید. ممنون از تماس شما. تشکر از شما و برمیگردیم داخل استودیو به خدمت حضرت مولانا. حضرت مولانا درباره صحبتایی که بینندگان داشتن، آقا رضا که صحبتش این بود که پاسخ نمیدن چون مولوی عبدالحمید اگه نام بنویسن پاسخ نمیدن. عذرشون قبول میکنیم. یعنی بهتر از این جواب دیگه نمیشه که یعنی به سوال ما در واقعشون پاسخ بدن، چون که نمیدونم بالفرض اگه مولانا عبدالحمید پاسخ ندهند شما پاسخ نمیدید. یعنی
جوابی رو در واقع ندارید، وگرنه شما سوالی رو مطرح نکردید. اگر استفتایی رو دارید از واحد فتوا و دارالفتای مدرسه زاهدان، قطعا به شما چنین پاسخی رو خواهند داد. و ما یک سال بیشتر هست که یک سوال علمی و فکر نمی کنم که یعنی از این محترمانه تر بشود که به آقایون نامه نوشت با کلمات و جملاتی که خود آقایون قبول دارند و بدون هیچ گونه اهانتی. ما یک سوال ساده علمی کردیم و متاسفانه جواب ندادند و جواب هم نخواهند داد. در مورد صحبتی که و در مورد صحبتی کردن در مورد مولانا محمد یوسف حسینپور حفظ الله تعالی و کتابی رحمت الله علیه و کتاب تضاد عقاید حنفیت و وهابیت. اولا سوال من این هست که این کتابو کی تألیف کرده، کی چاپش کرده و منتشرش کرده؟ دفتر آقای خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان، نهاد رهبری این کتاب رو چاپ کردن. اسمش رو هم از طرف خودشون گذاشتن، تضاد عقاید حنفیت با وهابیت. مروجش کی هست، چاپ کنندش کی هست؟ دفتر رهبری در زاهدان در میان اهل سنت و جماعت این کتاب رو چاپ کردن و پخش کردن. این یک نکته. نکته دوم، ایشون گفتند که این کتاب رو 4 نفر مولوی تألیف کردند. از 4 نفر. این کتاب تألیف نیست. کتاب تألیف نیست. این کتاب همش 140 صفحه هست. این کتاب، کل کتاب از ابتدا تا آخرش که 140 صفحه هست. از میان این 140 صفحهش 120 صفحهش از 140 صفحه 120 صفحهش مال یک فردی هست به نام مولوی کاشانی. حتی این آقای مولوی کاشانی اینقدر نزد این آقایون نمیدونم احترام نداشته که اسمش رو هم ذکر نکردند. فامیلشون نوشتن. فقط نوشتن فامیلشون نوشتند که مولوی کاشانی و این آوردن در کنار علمای دیگر قرار دادن. مولوی کاشانی اینو گفته انگار که نماینده حنفیت الان یک فردی هست که خودش یا آقایون از ذکر نام شرم دارند که فلانی مثلا این حرف را زده. در این 120 صفحه واقعا 3 تا مقاله آقای کاشانی داده که ارزش خوندن نداره. یعنی 3 تا مقاله، یعنی در حد مقاله‌ای که یک طلبه عادی نوشته باشه. نه محل نزاع رو مشخص کرده، نه هم دلیل قانع کننده برای این قضیه آمده. بسیار در سطح بسیار پایین و ابتدایی در حد یک طلبه حتی نتونسته که در واقع این رو این قضایه رو مطرح بکنه و بحث علمی و بر روی اصول علمی در واقع قضایه رو مطرح بکنه. در این 3 مقاله چی هست؟ مقاله اولش در مورد دعا هست. در مورد دعا که اصلا نفهمیده که در مورد دعا اصلا جای اختلاف کجا هست. اصلا اختلافی وجود نداره در میان حنفیت و در میان وهابیت. اومده که در مورد رفع یدین در دعا مثلا وهابیا قبول ندارن، در صورتی که رفع یدین در دعا جزء متواترات هست. من بارها اینو مسئله رو توضیح دادم. به تواتر رسیده که در هنگام دعا و یکی از آداب دعا در واقع رفع یدین هست. عرض کردم که چون محل نزاع رو نیاوردند که ذکر بکنند و برای محل نزاع دلیل بیارن. من نمیخوام وارد تفاصیل این قضیه بشم. بحث دومش در مورد توسل هست. به همون کلیگویی ها و دلایل موضوع و به اصطلاح ساختگی استدلال کرده، هم در بحث توسل و هم در بحث شفاعت. 3 تا مقاله نوشته به نام دعا و توسل و شفاعت. کل این کتاب از 140 صفحه شد چند صفحه؟ 120 صفحه مال این آقای مبهم و مجهول الحال مولوی کاشانی هستند که نه اسمش رو ذکر کردن. اگر اسمش رو هم ذکر بکنند معمولا یا رسواییش بیشتر میشه یا واقعیتش برای مردم آگاه میشه که این نه نماینده حنفیت هست و نه حرفی که ایشون زدن حرف علمی و قابل قبولی هست. انتشارات غیر از این مال آقای خامنه‌ای و دفتر آقای به اصطلاح امور نهاد رهبری در سیستان و بلوچستان. این غیر از این. بعض چند نفر دیگر رو 2 تا 3 تا سخنرانی رو آوردن. یکی از جناب آقای مولانا چابهاری هست که در مورد ایشون در همون من که این کتاب رو خونده بودم یادم هست که اساس این سخنرانی در سال 70 بوده. سخنرانی که ایشون گفتند و هم سخنرانی مولانا محمد یوسف حسینپور که در این کتاب آوردن در سال 70 و دقیقاً در بهار 70. فکر کنم که اونگونه که در خودشون در کتابی که آقای چابهاری نوشتن در اونجا تاریخ زده که اولین به اصطلاح اجتماعی بوده، کنگره نمیدونم چی هست و تاریخ زده فکر کنم که برج 2 به اصطلاح 70 باشه. یعنی در اوایل سال 70 این مقاله رو نوشته و
و در مقاله نیست، عرض کردم، نه کتاب نه مقاله از یک سخنرانی هست و در سخنرانی خودش آورده که به اصطلاح حکام سعودی نمیدونم به مشاهد و به قدمگاه‌های و بارگاه‌ها اهمیت ندادند و تخریب کردن. کل بحثش رو این هست. و 2-3 صفحه‌اش هم یک سخنرانی هست از جناب مولانا محمد یوسف حسین پور رحمت الله علیه و 1-2 صفحه‌اش هم یک به اصطلاح سخنرانی دیگری هست از یک فردی به نام مولوی مقیمی که اصلا اونم اسمش رو ذکر نکردن که آقای مولوی کاشانی و مولوی مقیمی کی هستند، جایگاهشون از نظر علمی چی هست، اعتبارشون در میان احناف چی هست، اصلا بحثی که اینا مطرح کردن چه ارزشی داره، اون بحثی کاملا جداگانه هست. اما در مورد سخنانی که مولانا حسین پور رحمت الله علیه در اون جلسه گفتن، این جلسه عرض کردم که در سال 70 بوده، در اوج خفگانی که در اون زمان وجود داشته که علمای اهل سنت و الجماعت رو به جرم وهابیت میگرفتن، زندان میکردن، به شهادت میرسوندن، شکنجه و آزار میکردن به جرم وهابیت که حتی خود آقای مولوی چابهاری در کتابی که نوشتن به نام رد و بدعت و وهابیت در چندین صفحه‌اش و در چندین جا اشاره میکند که آقایون ما حنفی هستیم، ما وهابی نیستیم، چرا شما ما را به جرم وهابیت و نمیدونم وابستگی به عربستان سعودی داری زندان میکنید و اذیت و آزار میکنید، ما رو به قتل میرسونید. و در آخر کتابم نوشته اگر از امروز به بعد حکومت ایران سر ما فشار آورد، ما رو زندان کرد، ما رو مورد شکنجه و از به اصطلاح عذاب قرار داد، همه بدانند که این به خاطر اهل سنت بودن ما هست، نه وهابیت بودن ما با وهابیت نسبتی رو نداریم. و قطعا همین گونه هست، هیچ نسبتی رو علمای اهل سنت و الجماعت با وهابیت نداشتن. کتاب‌های محمد ابن عبدالوهاب و همچنین ابن تیمیه در ایران ممنوع بوده و تا به الانش هم ممنوع هست و در نمایشگاه کتاب‌های ایشون اصلا نمی آوردن و جزء کتاب‌های ممنوعی بوده. و اهل سنت و الجماعت در ایران نه عقاید وهابیت رو شناختند و نه اینکه کتابی بوده که از محمد ابن عبدالوهاب در اونجا مطرح شده باشه. عقاید امام ابو حنیفه رو می شناختند، حنفی المذهب بودند، اگر حرفی رو میزنن بر اساس سنی بودن و حنفی بودن میزدن. اما از آن جایی که حنفی بودن با وهابی بودن تفاوتی رو نداره، در اعتقاد یکی هستن، حکومت اومده اونا رو متهم کرده که شما وهابی هستید و در اخیر هم اون مجبور شدن که تقسیم کردند که دو نوع وهابیت داریم، یک وهابیت سعودی داریم، یک وهابیت هند داریم، زیرا که تمام علمای بلوچستان از هند در واقع تحصیل کردند. این اصل جریان این کتاب است و این سخنرانی هایی که شده در اوج اون خفقان و در اوج فشاری بوده که وارد می‌کردند بر علمای اهل سنت و الجماعت، اذیت و آزار می‌کردند که شما در واقع وهابی هستید و خصوصا فارغ التحصیلان دانشگاه اسلامی مدینه منوره رو به شهادت می‌رسوندند، مانند استاد کاظمی رو و شیخ زیاری رو و شیخ سیاد رو و بسیار دیگری رو که در واقع به شهادت رسوندند. بسیار از علما در اون زمان به جرم وهابیت، گرچه جرمشون اهل سنت بود، جرمشون حنفیت بود، جرمشون دفاع از عقیده خودشون بود، مانند مولانا ابراهیم دامنی و دیگرانی که در اون زمان زندان شدن و برخیشون تا به امروز هم مفقود الاثر هستن. این یه بخشی بمونه. این سخنرانی در اوج خفقان و در اوج فشاری بوده که در اون زمان و در سال 70 بر اهل سنت و الجماعت وارد شده بود. آقایون از طرف دفتر رهبری جلسه ای رو گرفتن، اومدن علما رو مجبور کردن شما به علیه وهابیت صحبت بکنید و شیخ مولانا محمد یوسف حسین پور حفظ رحمت الله علیه ایشون هم در اونجا یک سخنرانی رو دارن. در جمله‌ای که در سخنرانی ایشون اومده است که بله محمد ابن عبدالوهاب دقیقاً یادم نیست یا وهابیت به اصطلاح یک سری انحرافاتی رو داشتند، یک سری، گرچه من عرض میکنم که تنها منبع اطلاع این علما همین در واقع یاوه‌گویی‌های خود آقایون بوده. کتاب‌های محمد ابن عبدالوهاب ممنوع بوده که علما نمیتونستن دسترسی پیدا بکنند، خصوصا در اون زمان که رسانه‌ای وجود نداشته و تنها کتابی هم بوده. حتی من خودم اتفاقا از خود مولانا حسین پور رحمت الله علیه سوال کردم که جناب استاد شما این سخنرانی رو از کجا آماده کردید؟ به من گفت که کتاب آیین وهابیت آقای جعفر سبحانی
شما ببینید یعنی از بس که خفقان بوده مصدر وجود نداشته باشه نبوده، این رفته در واقع از اون کتاب استفاده کردم. این کتاب عقیده اهل سنت و الجماعت نیست، عقیده خود شیعه است. ایشون یک جمله رو دارن در اونجا که میگه که یک سری انحرافاتی یا بدعاتی چیزی فکر کنم که اینجا تعبیر داره در خود این کتاب و در مجله هم که در زاهدان چاپ کردن گفته بودند که در حدی که میتوان آنها را کافر خواند، در حدی انحراف دارند که میتوان اونها را کافر خواند. بعد از این که این مجله، قبل از این که این کتاب چاپ بشه، کتاب تازگی نمیدونم چند سال چاپ شده، قبل از این اینو منتشر کردن در یک مجله داخلی که خود دفتر رهبری چاپش میکرد، در میان علما تقسیمش کرد. در همان زمان مولانا حسین پور رحمت الله علیه بیانیه‌ای رو صادر کردند و اعتراض کردند که آقایون شما حرف ما رو در اینجا تحریف کردید. من گفتم گرچه اونها مخالفت هایی با بقیه مذاهب دارند، به تعبیر همون بدعات و خرافاتی بالفرض که داشته باشند، منتها نه در حدی که بتوان اونها را کافر شمرد. جمله اصلیشون جمله رو بله، این جمله اصلی میگه خودشون در بیانیه‌شون هم که قطعا وجود داره، تا حالا همون بیانیه که صادر کردن وجود داره. آقایون اومدن این رو تغییرش دادن، بله در حدی که میتوان آنها را کافر خوند. در صورتی که خود شیخ مولانا حسین پور رحمت الله علیه در ابتدای سخنرانیشون میفرمایند که با توجه به اونم به یک سری اطلاعات غلطی که بهشون رسیده استدلال میکنند که مولانا مدنی نمیدونم این حرف رو زده و خودشون در همین مقاله میگه، در همین سخنرانی میگه که من اطلاع دقیقی از وهابیت ندارم، به خاطر اینکه اطلاع دقیقی در این مورد ندارم میگه فلانی مولانا مدنی در واقع این حرف رو زده. در ابتدای خود مقاله میگه که بلکه عقیده ما این هست که لا نکفر احدا من اهل القبله، ما عقیدمون این هست و روشمون این است که هیچ کدام از اهل قبله رو تکفیر نمی کنیم. چطور ممکن است که شیخ حسین پور رحمت الله علیه در اول سخنش میگه که ما هیچ کسی از اهل قبله رو تکفیر نمی کنیم، در آخر بیاد بگه وهابیت کافر هستن؟ و خود ایشون اومدن یک ردیه رو در اینجا به اصطلاح گفتن، بالفرض این که ایشون در اون زمان و در اون خفقان گفته باشند که در حدی هستند که اونها رو کافر بخوانیم، بالفرض که گفته باشن، وقتی که ایشون بیانیه رو صادر کردند که حرف من رو تحریف کردید، پس بنابراین بی معنی بالفرض اگه این حرف زدن به معنی رجوع هست، و در صورتی که این حرف رو نزدن و گفتن نه در حدی که بتوان اونها رو در واقع کافر بشماریم. و خود حکایت همون حکایت سخنرانی مرسی در زمان ریاست جمهوریش در ایران بود که میگفت سوریه و تلویزیون رسمی ایران میگفت بحرین. دقیقاً این گونه هست و بالفرض صدها مثل این تحریفات رو داشتن. و اگر شیخ مولانا حسین پور رحمت الله علیه کتابی رو که ایشون نوشتند و تألیف کردند، کتاب حجت الله البالغه را و غیر از اون کتاب مثلا احسن المقصود فی توحید المعبود که این تعریف مولانا عبدالواحد گشتی رحمت الله علیه هست که عموی بزرگوار ایشون بودند و تحت نظر ایشون دوباره بازنویسی شده این کتاب و ویرایش شده و چاپ شده و الان در همه جا، من اینجا هم این کتاب یک نسخه، چند نسخه از این کتاب رو هم دارن. در این کتاب باور بکن مسائلی رو، خرافات و بدعاتی رو که ایشون رد کردن در حد کتاب به اصطلاح کتاب‌های شیخ محمد ابن عبدالوهاب هست. همون روایه، همون مطالبی رو که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در کتاب خودشون رد کردن، خود ایشون اومدن در کتاب احسن المقصود فی توحید المعبود اومدن اون مسائل رو کاملا در واقع رد کردن. از نظر عقیدتی هیچ گونه تفاوتی وجود نداره. ما یک سال بیشتر هست که بیان حنفیت و وهابیت رو بگذارید کنار. ما از شما سوال کردیم در میان شیعه و وهابیت یک تضاد شما بیارید، از مراجع اصلی خودتون با اون مطالبی که من درس کردم بیاری ثابت بکنید. لازم نیست که شما برید تضاد حنفیت و وهابیت رو، تضاد حنفیت و وهابیت تضاد وجود نداره. کتاب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کتابی در باب عقیده نوشته و کتاب العقیده الطحاویه که امام طحاوی رحمت الله علیه نوشته در کتاب‌های در مدارس اهل سنت و احناف تدریس می شود و در مدارس سلفی هم تدریس می شود. اصلا یکی از مراجع عقیدتی هست، یعنی این که تدریس میشه من شرح ابوالعز حنفی از امام طحاوی حنفی طحاوی هست. این عقیده طحاوی هم عقیده احناف و هم عقیده سلفی و وهابی هست، هیچ گونه تفاوتی در این زمینه وجود نداره. و همچنین که به اصطلاح مطالبی رو که آقای مولانا چابهاری نوشته در کتاب به اصطلاح رد بدعت و وهابیت، یک سری مسائلی هستند که بحثی به اعتقاد ندارند، گرچه برخی از مسائل شاید به بحث اعتقاد در واقع ارتباطی داشته باشه و بسیاری از اونها یک مسائل به اصطلاح عملی هست یا مسائل علمی هست که در اون کتاب ذکر شده و به هیچ عنوان اونها موارد متفق علیه در مذهب احناف هم نیستند که اینها رو ما جز مشخصه های احناف
و علامت تضاد احناف با وهابیت در واقع ذکر بکنیم که در لابلای بحثایی که بنده عرض کردم اون موضوعات رو من بهش اشاره کردم و از کتاب‌های اهل سنت و الجماعت و در رأس اون از کتاب‌های خود اهل بیت و گفتار اهل بیت من ثابت کردم که هیچ گونه تضادی نه تنها در میان وهابیت و حنفیت وجود ندارد، در میان وهابیت و تشیع یعنی عقیده اهل بیت هم هیچ گونه تضادی وجود ندارد. جزاکم الله خیر. حضرت مانو درباره صحبت‌های آقای محمد حسن از اهواز ایشون دو نکته اشاره کردن به اصطلاح بحث تکفیر مسلمانان را، این یکی از اتهاماتی هست و شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در رسائل خودشون بارها اینو ذکر کردن که ما به هیچ عنوان به اصطلاح دیگران را کافر نمیدونیم، تکفیر نکردن. اینا جزء افتراها و اتهاماتی هست که به شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در باب تکفیر گفته می شود و ما بحث تکفیر رو هم به صورت مفصل در اینجا آوردیم و بررسی کردیم و سخنان شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه را حتی ایشون من در یک از کتاب‌ها از رسائلشون آوردم، در اینجا نشون دادم که ایشون گفته بود اگر ما ببینیم یک فردی سر فلان قبر فلانی سجده میکند ما نمیگیم تو کافر هستی، بلکه تکفیر یک سری شرایط و ضوابطی رو داره که بسیار دقیق و ریز هست و همین گونه نمیتوانیم که ما حکم کفر کسی رو صادر بکنیم. و حتی در خود کتاب عقیده طحاوی همین حرفی رو که من از مولانا حسین پور نقل کردم که لا نکفر احد من اهل القبله، این یک از نکات اعتقادی هم وهابیت هست و هم حنفیت هم تمام اهل سنت و الجماعت که هیچ مسلمانی رو به خاطر گناهی که انجام داده باشه ما تکفیر نمی‌کنیم. یک نکته هم که خودشون اعتراف داشتن که در کتاب التوحید شیخ محمد بن عبدالوهاب هیچ اختلافی با امامان اهل بیت علیهم السلام در لحاظ عقیدتی وجود نداره. خب اگر واقعا ایشون به این نتیجه رسیدن آقای محمد ولی در این کتاب تضاد وجود نداره. خب علمای ایشون آقای ناصر مکارم شیرازی و دیگران که ما نامه نوشتیم جرأت بکنن همین حرفو بنویسن که کتاب محمد ابن عبدالوهاب این کتابشون اشکال نداره. کدوم کتابشون اشکال داره که ما بریم سراغ اون؟ عقیده محمد ابن عبدالوهاب. این همه که شما میگی وهابیت ضد اسلام هست و با اهل بیت تضاد داره، با حنفیت تضاد داره، با مذاهب اهل سنت تضاد داره، خب این کتابش تضاد نداره، با اهل بیت تضاد نداره. کدوم کتابش تضاد دارد که ما بیاریم اون کتاب رو در خدمت بینندگان عزیز مطرح بکنیم و بررسی بکنیم. ممنونم. درباره صحبت آقای حسینی درباره جبت و طاغوت صحبتی داریم. از افرادی مانند به اصطلاح قمی و آقای مجلسی از این ما انتظار بیشتری رو نداریم که ابوبکر و عمر رو جبت و طاغوت معرفی بکنن. این اتفاقا معرفی ابوبکر و عمر نیست، این معرفی شیعه هست، معرفی خود آقای حسینی هست، معرفی آقای قمی هست و اعتقاد کل شیعه است. من مبارکتون باشه. ما هم داریم همین حرف میزنیم به اهل سنت و الجماعت، ما میخوایم همین رو ثابت بکنیم که آقایون شیعه عقیده‌ای که دارند این است که ابوبکر و عمر رو جبت و طاغوت میدونن. حتی ام المؤمنین عایشه، ام المؤمنین بالاتر از تمام صحابه رو میگن 3-4 نفر صحابه رو که خالدن فی النار همه میدونن. ما که حرفی نداریم، ما که این عقیده رو قبول داریم که شما این عقیده رو دارید، ما که از عقیده شما دفاع نکردیم، ما داریم برای مردم بیان میکنیم که عقیده شما با عقیده اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم تضاد داره. اون چیزی که امروزه شیعه دارند غیر از اون چیزی هست که ائمه اهل بیت داشتند. ائمه اهل بیت این کتاب هست. من هر جلسه از چند مطلب رو میارم معرفی میکنم و با دلیل ثابت میکنم که عقیده ائمه اهل بیت همون عقیده محمد ابن عبدالوهاب بوده. شما ابوبکر و عمر رو جبت و طاغوت میدونید یا مجلسی میدونه و قمی و امثالهم میدونند، این مبارکتون باشه برای ما در این زمینه حرفی با شما نداریم و تفاوتی که شما با اهل بیت رسول الله و با مسلمانان دیگر دارید دقیقاً در همین نقطه است. جزاکم الله خیر. بارک الله فیکم. حضرتتون صحبت پایانی اگر با بینندگان عزیز دارید. امیدوار هستم که انسان قبل از این که به شایعات و یاوه‌ها توجه بکنه، به مصادر اصلی توجه بکنن، به قرآن و حدیث توجه بکنن، در روز قیامت قطعا این حرف‌هایی رو که ما امروزه از روی عصبیت اگر بخوایم بزنیم، از روی تعصب بخوایم دفاع بکنیم یا از روی عصبیت قومی و ملی یا مذهبی بخوایم حق رو رد بکنیم، اینا قطعا در روز قیامت برای ما هیچ گونه توجیهی رو نخواهد داشت و در روز قیامت این گونه دفاعها سودی را نخواهد داشت مگر اون کسی که حق و حقیقت را آنگونه که واضح هست برگرفته از قرآن و حدیث ان شاء الله قبول بکنه. و هدف ما هم این هست که عقاید شیخ محمد ابن عبدالوهاب و عقاید ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم مستند از کتاب‌های خودشون با توجه به آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای همگان واضح و آشکار بشه. ممنونم. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز خودشون بهترین قاضی خواهند بود و حکم درباره آنچه که مطرح میشه و مشخصه که کی دشمن
اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم است و ام المؤمنین عایشه، ام المؤمنین حفصه، همسران رسول صلی الله علیه و سلم که اولین مصداق اهل بیت هستند. مشخصه که دشمن اینها کیست و مشخصه که کی تهمت میزنه به ناموس رسول صلی الله علیه و سلم. برای همه آشکاره که کی کافر میدانه یاران رسول صلی الله علیه و سلم، همسران رسول صلی الله علیه و سلم، جان بر کفانی که قرآن از اونها تمجید میکنه و نیازی نیست که دیگه شما تغییر بکنید. و جای تعجبه که شما حالا که حتی شما پیروان اهل بیت هم نیستید، نه در اعتقاد، نه در باور، نه در منش، نه در رفتار، نه در اخلاق، نه در شخصیت، نه در دین، نه در باور، در هیچ چی شما پیرو اهل بیت نیستید و اینه که شما رو اذیت میکنه و نمیتونید تحمل بکنید. و حقیقت غیر از این نیست. پیروان حقیقی اهل بیت اهل سنت هستند و حتی آنچه که شما به دروغ ادعا میکنید عقیده به نام وهابیت که همون عقیده اهل سنت و جماعت و امامان اهل سنت و امامان اهل بیت علیهم السلام هست، همینها یک سرچشمه دارن و کتاب و سنت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم و اعتقاد صحابه و اهل بیت آن حضرت علیهم السلام هست. شما بیش از یک سال است که عاجز موندید از اینکه پاسخ بدید که تفاوت در کجاست. اگر واقعا مردید راست میگید که آنچه که شما به اسم وهابیت معرفی کردید بیاید ثابت بکنید، به جای اینکه برید بپرسید دروغ هایی که خودتون درست کردید، تزویرهایی که خودتون به علمای اهل سنت نسبت میدید، بیاید از اون بخواید ثابت بکنید که حنفیت و شافعیت و مالکیت با وهابیت تفاوت داره. شما بیاید تفاوت خودتون رو با وهابیت ثابت بکنید، بعد ببینید امامان اهل بیت وهابی بودن یا نبودن. شما همین رو ثابت بکنید که امامان اهل بیت آنچه که شما میگید وهابیت، خود امامان اهل بیت اولین وهابیون هستن به تعبیر خودتون. ثابت بکنید که اینطوری نیست. ثابت بکنید. با سر صدا کردن و با تهمت زدن که نمیشه حرف درست کرد، با تزویر و دروغ هم نمیشه حقیقت رو کار کرد. تشکر میکنم ازتون از حضور شما در این برنامه، همچنین از همه بینندگان عزیزی که جویای حق هستند و بیننده برنامه ما هستند و برنامه رو دنبال میکنن. از شما هم متشکر و ممنونیم و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپاریم و از الله متعال برای همه گذشتگانون بخشش، رحمت و مغفرت و برای خودمون استقامت بر مسیر توحید تا آخرین لحظه حیات رو خواهانیم. الله یار و نگهدار شما.